به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با این برنامه ویژه که در مورد تاجیکستان است و ظلم و ستمی که بر این ملت مظلوم طی بیش از 2 دهه از طرف حکومت تاجیکستان وارد می شود و جدیداً قوانین جدیدی رو در مورد حجاب و ریش در تاجیکستان میخواهند اجرا بکنند که نخست گزارشی رو در این مورد با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. گزارشی که یکی از کانال های بین المللی این رو آماده کرده و ما این رو انشاءالله خدمت شما عزیزان پخش میکنیم و بعد از اون با شما همراه خواهیم بود. تا 65,000 سومانی جریمه برای واردات، فروش، ترغیب لباس‌های با فرهنگ ملی بیگانه، این چنین در جای‌های جمعیتی پوشیدن چنین لباس‌ها. این را ماده 18 طرح نو قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی می‌کند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند. معیاری منع کننده وجود دارد. طبق ضوابط ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق ویرانکنی مأموری هنگام رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم کردار حقوق ویرانکنی مأموری پیشنهاد شده است. این منع شدگی از خلاص. در مجموع برای رعایت نکردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 و برای شخصان منصبدار 39600 سومانی جریمه پیش بینی میکند. در یک ویدیویی که روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که ظاهراً در درآمدگاه یکی از بیمارخانه‌ها است، مسئولان به زن‌های سطر و حجاب پوش میگویند که با این لباس 3500 سومانی جریمه می شوند. هرچند طرح نو تغییر الوه‌ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حقوقی پیدا می‌کند، ولی از حال شهروندان را برای اجرای آن مجبور می‌کند. اما این قانون و قانونگذاری دیگر تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباس‌های با فرهنگ ملی بیگانه چیست. لباس ملی ما هر وقت تغییر می‌یافت و الیمنت‌های گوناگونی وارد می‌شدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی، حاضر من یوروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم، روز دیگر اروپایی. یعنی آزادی در لباس پوشی نیست بسیار مهم، لیکن این معنی ندارد که همین قاعده باشد، یعنی که قانون باشد
که من از همین لباس بیرون نبرومی خنده آور. کارشناسان میگویند ظاهراً منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است. هرچند در خود قانون اشاره به این نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد لباس ملی وجود ندارد. اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیتش در آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است و به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش و نگار می باشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و به وی باشد. از 8,000 تا 65,000 سامانی جریمه. این بود خلاصه گزارشی که در این مورد نشر شده و جالب است بدانید که کسی که این مسوده این قانون رو در مجلس پیشکش کرده است سلیمان دولتوف است، رئیس کمیته دین، کسی که از دانشگاه اسلامی به اصطلاح فارغ است متاسفانه. و طبق آنچه که در گزارش آمده تا هنوز به امضای رئیس جمهور نرسیده و بعد از اینکه به امضای رئیس جمهور برسه این قانون اجرا می شود. اما دشمنان دین و دشمنان آزادی اسلامی زنان در تاجیکستان از همین الان قبل از اینکه این قانون وارد تنفیذ شود شروع کردن به اذیت و آزار مردم. انشالله یک مرور کوتاه در مورد وظایف حکومت، حکم حجاب، چون که در این مدت سوالات زیادی از خواهران ما از تاجیکستان داشتیم که حالا ما چی کار بکنیم؟ الان اینا جریمه کردن، آیا سطر خود را برداریم، حجاب خود را برداریم، آیا این قانون را قبول بکنیم، جریمه بدیم، قدرت جریمه دادن نداریم، چون این ظالمین آمدن جریمه از 3,500 سامانی شروع میشه تا 70,000 سامانی. یعنی 70,000 سامانی که شما میگید یک شخص اگر 2 سالم کار بکند نمیتواند 70,000 سامانی را پسنداز بکند. به هر صورت الله سبحانه و تعالی، ما همه مسلمانیم، ملت تاجیکستان یک ملت مسلمان است، رحمانوف و حکومتش هم خودشان را مسلمان میدانن. الله سبحانه و تعالی وظیفه حکومت را در کشورهای اسلامی حکم به ما انزل الله کرده است که باید حکومت‌های اسلامی حکم به ما انزل الله بکنند. عدالت و برابری و مساوات را در جامعه اجرا بکنند. وظیفه حکومت این نیست که به دنبال مردم بگردد که مردم چه نوع لباس می‌پوشند. از برای خدا، یعنی ابتدایی ترین آزادی‌های فردی یک انسان در سراسر دنیا اسم است، لباس است، شکل و قیافه است. این آزادی‌های فردی است که در تمام دنیا، اروپا، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی، آمریکایی، آمریکای جنوبی، آفریقایی، در جنگل‌های آمازون، در هر گوشه دنیا بروید، این آزادی فردی و شخصی مورد احترام است. الا در تاجیکستان که حکومت میگه که این اسم را بگذار، این اسم را نگذار. یعنی که انه این ملت 10 میلیون انسان برده و کنیز امام علی رحمانوف است. این انسان خودش رو فرعون فکر میکنه و ملت تاجیکستان را برده و کنیز خودش. اسم من باید به دلخواه حکومت باشد، لباست که جز آزادی های شخصی یک انسان است. من دوست دارم اسمم محمد باشد، اسم فرزندم رو چی میگذارم اختیار من است. انسان هر اسمی رو که دوست دارد، مادامی که مخالف با اعتقادات دینی نباشد، شرکی نباشد، کفری نباشد، حتی همون کافر هم اختیار داره، آزادی داره که هر اسم کفری و شرکی که برای خودش دوست داره بگذاره. و مسلمان حق نداره با اعتراض بکنه که چرا اسم تو جورج گذاشتی، مایکل گذاشتی یا عبدالمسیح گذاشتی یا هر چی که گذاشتی. و هر مسلمان آزادی داره، این آزادی شخصی است که هر اسمی که دوست داره روی خودش بگذاره. اما اینجا نه، تو حق نداری که فلان اسم و فلان اسم رو بگذاری. اسمهای ملی بگذارید. اسمایی کی رو بگذارید؟ اسمای نمیدونم کوروش و اردشیر رو نمیدونم، اسمای
که اگر شما به تاریخ برگردید، اینا میگن به تاریخ افتخار میکنیم، همین اسمایی را که شما اسمای تاریخی و فارسی و تاجیکی میگید، اینها کسانی بودن که با خواهر و مادر و خاله و عمه خودشان ازدواج میکردن. ما کدام تاریخ درخشان نداریم که به اصطلاح بگیم که هر چه داریم بعد از اسلام داریم. هر چه داریم ما، این یک واقعیت است. کسی میخواد ناراحت بشه، کسی میخواد ناراحت نشه. ما هر چه افتخارات داریم الان در تاجیکستان، در افغانستان، در ایران، هر چه افتخاراتی که ما از نگاه ادبیات، از نگاه شعر، از نگاه علم، از نگاه فلسفه، از نگاه نجوم، از نگاه طب بعد از اسلام داریم، ابو علی سینا، حافظ، مولوی، سعدی، خوارزمی، همه اینها، خواجه نظام الدین طوسی، همه اینا بعد از اسلام بوده. شما قبل از اسلام چی داشتید؟ چه داشتید غیر از جنگ و خونریزی و نکاح با خاله و عمه و خواهر و برادر و اینها؟ غیر از این تاریخ دیگه درخشان دیگه نداشتیم ما. نظام طبقاتی، یک طبقه برده بودن، یک طبقه حاکم بودن، یک طبقه لشکر بودن، یک طبقه، نمیخوایم وارد این بحثا شویم. اما کاش که کدام تاریخ درخشانی داشته باشید که بگیم که والا بیاید اینا میخوام به بزرگان تاریخی خودشان افتخار بکنن. بعد دیگر آزادی یک انسان لباسش است، دوست داره هر لباسی بپوشه، مادامی که ستر عورت میکنه، مادامی که لباس محتشم هست، دوست داره رنگ سیاه بپوشه، رنگ سرخ بپوشه، رنگ آبی بپوشه، هر چه دوست داره. انسان آزادی است این. اگر یک نظامی تو نظام اسلامی داشتی که مثلا بیاد تو اونجا، ببینید ما متاسفانه مسلمانان ما ضایع شدن در بین افراط و تفرید. آن طرف دریای آمو تو باید لنگی داشته باشی، تو باید پتلون و به اصطلاح کت شلوار نپوشی، باید این بپوشی اون بپوشی. این طرف دریای آمو نه، تو باید این و آن بپوشی. چرا؟ چی کار دارید به مردم؟ دوست داره هر لباسی که بپوشه. به شما چه؟ شما مگر مردم رو برده خود فکر کردید؟ مردم رو غلام خود فکر کردید که در لباسشان کار داری؟ فردا خواهد گفتن که مردم تاجیکستان حق ندارن برنج بخورن، فقط قروتاب بخورن. به تو چی آخه؟ غذای ملی قروتاب است، بعد همه قروتاب بخورن. به تو چه؟ مردم گوشت میخورن، قروتاب میخورن، لباس چه رنگی میپوشن، تنگ گشاد هر دوری که دوست دارن بپوشن، چطور حجاب میپوشن، به تو چه؟ اصلا حکومت چرا باید به این مسائل مداخله بکنه؟ در بین 15 کشور، فاسدترین کشورهای دنیا از نگاه سیاسی، اقتصادی، اداری در سراسر دنیا، در زمره 15 کشور فاسد دنیا تاجیکستان است. در جمله 10 کشور زیر خط فقر دنیا هست. برو مشکلات اقتصادی جامعه را حل بکن، برو مشکلات فساد را حل بکن، برو مشکلات ظلم و ستم را حل بکن. افتادی به جانه که مردم چه اسم بگذارن یا چه لباس بپوشن؟ به شما چه؟ یا به قول ترکا سنن نه که چی میخواد بپوشه. حکومت باید امنیت جانی، مالی، فکری، اجتماعی، سیاسی یک جامعه را ایجاد بکنه. در جامعه هر کس حق داره هر طوری که دوست داره فکر بکنه. فکر رو نمیتونه زندانی بکنه انسان. حکومت امارت اسلامی باشه، حکومت رحمانوف باشه، دیکتاتوری باشه، کمونیستی باشه، هر چی باشه، فکر انسانها رو هیچ کس نمیتونه زندان بکنه. نه اسلام، نه مسیحیت، نه یهودیت، نه کمونیست، نه سوسیالیست، نه نشنالیست، نه لیبرالیسم. هیچ کس نمیتونه فکر انسان رو زندانی بکنه. انسان آزاد خلق شده، فکر انسان آزاد است. تو ممکن منو ببری در زندان بندازی، جسم منو زندان بکنی، فکر منو که نمیتونی زندان بکنی. وظیفه یک حکومت این است که امنیت جانی، مالی، فکری، اجتماعی و سیاسی یک جامعه رو تامین بکنه که در سایه این امنیت مردم احساس آرامش بکنن، احساس سکون بکنن، زندگیشون رو بکنن. شما به زندگی مردم کاری نداری. حتی در دین اسلام امیر مومنان، خلیفه مسلمانا، حاکم مسلمانا حق نداره که در خانه مردم رو باز بکنه ببینه که در داخل خانه مردم زنا میکنن، شراب میخونن، میرقصن، میخوانن، هر کاری که داخل 4 دیواری خانه خودش میکنه، مادامی که همسایه‌اش اذیت نمیکنه، مادامی که برای جامعه مشکل ایجاد نمیکنه، حکومت اسلامی حق تجسس نداره. روایتی از حالا روی سرج زیاد نمیچرخیم، اما یک واقعیت است، یک حقیقت است. حضرت عمر گفتن که والا خانه فلانی مردم جمع شدن دارن شراب میخورن. از سر دیوار خودشو انداخت با محافظینشو، رفت اینا رو در اثر شراب خوردن دستگیر کرد. بیاید که شما رو میبرم جزا میدم. یک لحظه امیرالمومنین، ما اگر یک اشتباه کردیم شراب میخوردیم، تو چند گناه رو مرتکب شدی؟
خداوند میگه که وادخلوا البیوت من ابوابها، تو از در داخل نشدی، از سر بام خودت انداختی. خداوند میگه ولا تجسسوا، تو در مورد ما تجسس کردی. ما به صحت و سقم این روایت کار نداریم، اما این یک واقعیت است. امیر مومنان، خلیفه مسلمانان، حق نداره در زندگی شخصی مردم مداخله بکنه. با وانگه این داستان نشون میده که حتی شرابخورا این زمان هم فقیه بودن، یعنی تفسیر و آیات و قرآن و این چیزها رو میفهمیدن. حاکم حق نداره که بره تجسس بکنه در زندگی شخصی مردم، یا مسلمان باشه یا کافر باشه، هر چیزی که میخواد باشه. حاکم باید اقامه حدود رو بکنه. حالا اقامه حدود شرعی چی؟ اقامه حدود شرعی که اصلا اجرا نمیشه، در خیلی از کشورهای اسلامی امروز اجرا نمیشه، اما حداقل در جامعه یک مجرم، یک گناهکار، یک کسی که به ملت تجاوز میکنه، به حق ملت تجاوز میکنه، جلوی او رو بگیره. اصلا این کشور شده یک شرکت خانوادگی. راههای اتوبان به دست شرکت خانوادگی، پولی که از حکومت، از گمرکات و از مالیات ها، همه چیز به جیب خانواده میره. این ظلم است، این ستم است. در مقابل دشمنان از مملکت خود دفاع بکنه باید حاکم، جهاد بکنه برای نصرت دین الله، نه اینکه مبارزه بکنه با دین الله سبحانه و تعالی. جمع زکات، صدقات، کمک به مستمندان، فقرا. امروز 3-4 برابر بودجه سالانه حکومت تاجیکستان را جوانهای بیچاره تاجیک در روسیه و در اوکراین و در کشورهای اروپای شرقی میرن کار میکنن، زحمت میکشن، ماهانه میفرستن برای خانوادهشون، چون که نان خوردن مردم ندارد. اگر اما فرزندش در اروپا یا در روسیه کار نکند، 2-3 خانواده از گرسنگی میمیرن. به جای اینکه این حکومت بیاد به فکر حال ملت باشد، خانواده آنها باشد، به افتاده که شما چه نوع لباس بپوشید. شایسته سالاری باید در حکومت باشد، نه اینکه هر کس قوم و خیشش، یزنش و نمیدونم بچه کاکا، بچه عمو، بچه تقای، بچه خاله، بچه فلان، همه اینا در رأس حکومت قرار دارن، هر کاری که دلشان خواست میکنن. مردمی که شایسته هستن، مردمی که مدرک دارن، مردمی که میفهمن، کسی به حرف اونها اصلا توجه نمیکنه. اصلا قاعده حکومت در اسلام چی است؟ حکم به ما انزل الله، دین اسلام، عدالت، امران، ساختگی، آبادانی کشور، که این در خیلی از این کشورهای اسلامی از جمله تاجیکستان وجود ندارد. غیر از خرابکاری، غیر از با حقوق شهروندی دسترازی کردن، غیر از ظلم و ستم کردن، کار دیگری ندارن. انسان آزاد آفریده شده است. الله سبحانه و تعالی انسان رو آزاد آفریده. یک مصری رو فرماندار سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عمرو ابن عاص، یعنی پسر امیر، شاهزاده، روی یک مسئله باش دعوا شد و روی یک سیری زده بود. بگیر گفت این سیری رو از طرف منی که اشراف زاده هستن. حضرت عمر وقتی که شکایت به حضرت عمر رسید، عمرو ابن عاص رو طلب کرد، فرزندش رو طلب کرد. سخن بسیار جالبی گفت براش. از کی تا حالا مردم را برده خود ساخته اید، در حالی که مادرانشان آنها را آزاد به دنیا آورده است؟ این فرزندان ملت تاجیک، مادرانشان اینا را برده رحمانوف به دنیا نیاوردن، اینا آزاد به دنیا آمدن. چرا ملت رو برده و کنیز و مزدور خود فکر میکنید شما؟ یک انسان آزادی در همه چیز دارد، در چارچوب دین و شریعت و اخلاق و انسانیت. هیچ کس حق ندارد که آزادی یک انسان رو سلب بکند، نه حکومتی، نه رئیس جمهوری، نه پلیسی، هیچ کس، و نه قانونی. این قانونی که امروز مردم رو برده قانون کردن، این قانون رو کی درست کرده؟ 4 نفر نشستن قانون نوشتن، 10 میلیون رو برده قانون کردن. بجایی که مردم بنده الله باشن، بنده کتاب الله و سنت رسول الله باشن، برده 4 تا انسان شدن که یک قانونی رو درست کردن. ما دعوت به قانون شکنی نمی کنیم، اما این قانونی که بشر درست کرده بر علیه بشر، یک انسان عقده‌ای اونجا نشسته، یک انسان بیمار، یک انسان روانی. سلیمان دولتوف و امثال اینها، کسانی که همچین قانونهایی رو در مجلس پیش میکنن، اینها باید به پزشک، به دکتر مراجعه کنن. اینا روانی هستن، بیمار هستن، دیوانه هستن. اینا رو باید به تیمارستان معرفی کرد. تو چه حق داری که در زندگی شخصی مردم مداخله میکنی؟ مهمانی مردم رو شما کار دارید، عروسی مردم رو شما کار دارید، ختم خدایی مردم رو شما کار دارید، مرده و زنده مردم رو شما کار دارید. آخه به شما چه؟
بگذارید ملت آزاد باشد، هر کاری که دلش میخواد بکنه. در اسلام انسان بنده الله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، منشور آزادی و حقوق بشر انسان است. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. انسان مسلمان نه به کسی ستم میکند، نه ستم کسی را بر خود میپذیرد. انسان مسلمان آزاد است. هر انسان، مسلمان و غیر مسلمان، همه آزادند. هیچ مسلمانی حق ندارد کافری را به بردگی بگیرد و هیچ کافری حق ندارد مسلمانی را به بردگی بگیرد. هیچ عربی، هیچ عجمی، هیچ کس. هر انسانی شرافت و کرامت خود را ولقد کرمنا بنی آدم. به خاطر همین اختیار و آزادی که به انسان داده شده است. مگر فرق بین انسان و حیوان چی است اگر انسان همین آزادی و همین اختیار را نمی داشت؟ کسی حق ندارد که به حقوق یک انسان در یک جامعه تجاوز بکند. نه حکومت، نه پلیس، نه قانون، نه پارلمان، هیچ کس. حق مالکیت دارد انسان، هیچ کس حق ندارد دلش پولش رو در هر راهی که خواست خرج بکنه. به تو چه که میاد برای مردم قانون درست میکنی که این کارو بکن، این کارو نکن. حق تعبد و اظهار شعائر دین دارد. در جامعه اسلامی در زیر سایه حکومت اسلامی، مسیحی، یهودی، هر اهل کتابی حق دارد که شعائر دینی خودش آزادانه انجام بدهد. این حق مسلم هر انسان است که دلش میخواد در یک 7 سالگی مسجد برود، 10 سالگی مسجد برود. تو چه حق داری که قانون میسازی که از 48 سال به پایین کسی حق ندارد مسجد برود؟ تو اصلا به ریش مردم چی کار داری؟ خدا کنه که ریشو میتراشد، 1 وجب میماند، 1 سانتی متر میماند، 10 سانتی متر میماند. تو چه حق داری که به ریش مردم کار داری؟ ما گفتیم ما در بین متاسفانه در بین افراط و تفریط هستیم. آن طرف مرز نه ریشت باید انقدر باشد، این طرف مرز نه ریش نباید داشته باشی. هر دو طرف انسانها رو برده و کنیز خود فکر کردن. حق تعلیم دارد انسان. دوست دارد قرآن بخواند، دوست دارد تعلیم دین بکند، دوست دارد تعلیم طب بکند، دوست دارد تعلیم هندسه بکند، دوست دارد علوم عصری بخواند، دوست دارد علوم دینی بخواند. شما چه حق دارید که مدارس دینی، مساجد، علوم اسلامی رو مانع میشوید؟ این حق شما نیست، این حق حکومت نیست. حکومت حق ندارد این کار رو بکند. انسان‌ها در جوامع آزادی مالی دارن، آزادی سیاسی دارن، آزادی علمی دارن، آزادی لباس دارن، آزادی رأی دارن، آزادی اختیار دارن، آزادی حریم شخصی دارن. هیچ کس حق ندارد که به اینا مداخله بکند. اما شما هر فاحشه‌گری، هر فساد، هر فحشا، هر گناهی رو در جامعه آزاد میگذارید. هیچ قید و بندی برایش نیست غیر از برای اسلام، غیر از برای مسلمان، غیر از برای دیندار. هر روز شما یک قانون جدید میگذارید. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخره. کسانی که میخواهند فحشا و فساد را در یک جامعه نشر بدن، پخش بکنن، برای اونها عذاب دردناک در دنیا و آخرت است. تو چه حق داری که میگی که حجابت را از سرت بردار؟ تو چه حق داری که میگی سر و گردن و سینه‌ت را برای مردم آشکار بکن به یک زن تاجیک؟ آیا این اشاعه فحشا نیست؟ از برای خدا بترسید از عذاب الله سبحانه و تعالی. از شما که مغرورتر، دیکتاتورتر، ظالمتر، قویتر صدام بود، قذافی بود، سرنوشتشان چی شد؟ همین قذافی که صدها هزار نفر مسلح داشت، به یک امرش حاضر بودن همه دنیا رو با آتش بکشن، آخر در لوله فاضلاب پیداش کردن و با ضربات چاقو کشتنش. این است لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، عذاب دردناک در دنیا و در آخرت. نکنید والله سرنوشت شما از قذافی بدتر خواهد شد. از غضب مردم بترسید، از غضب ملت بترسید. بعد خودشان را مسلمان هم میگن. الله متعال میفرماید که الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. کسانی که
ما به آنها حکومت دادیم، قدرت دادیم در روی زمین، نماز را برپا میکنن، تو نماز را میبندی. زکات پرداخت میکنن، تو سود و ربا را در جامعه پخش میکنی. مردم را به حج دعوت میکنن، تو مردم را از حج منع میکنی. امر به معروف و نهی از منکر میکنن، تو امر به منکر و نهی از معروف میکنی، برعکس میکنی. بعد خودت هم میگی مسلمانی؟ این چه اسلام است؟ این چه مسلمانی است که شما ادعا میکنید؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ببینید یک حاکم باید این گونه باشد. حاکم باید به همه ملت آزادی بدهد، آزادی رأی، آزادی فکر. شما رو به خدا کسی امروز حق دارد در تاجیکستان امروز یک تاجیک بیاد لایک بزند در زیر سخنرانی یک اپوزیسیون، یک شخص مخالف، 10 سال برای زندان میکنن؟ چرا؟ حضرت ابوبکر میاد میگه ای مردم، من حاکم شما شدم ولکن از شما بهتر نیستم. اگر کار خوب کردم مرا کمک بکنید، اگر کار بد کردم جلوی مرا بگیرید. حاکم مسلمان باید اینگونه باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته فالامام راع و هو مسئول عن رعیته. امام یعنی چی؟ یعنی حاکم، پادشاه، مسئول است از رعیت خودش. تو مسئول رعیت هستی که زندگی مردم رو خوب بکنی، وضع اقتصاد مردم رو خوب بکنی، فقر و بدبختی مردم رو نجات بدهی. نه اینکه بگویی که اسم محمد نگذار، اسم اردشیر بگذار، اسم علی نگذار، اسم بوزرجمر بذار. تو چه کاری که تو به اسم مردم کار داری، به لباس مردم کار داری، به ریش مردم کار داری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که حاکم مسلمان تعیین می شود و به مردم ظلم می کند و مردم از دست او ناراضی هستند، الله سبحانه و تعالی جنت را بر او حرام می کند، وارد جنت نمی شود. در حدیث دیگر می فرمایند که رهبری، حاکمی که دروازه خانه خود را می بندد بر روی مردمی که نیاز دارند، مسکین هستند، احتیاج دارند، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت که این حاکم مانند همه بشر در پیشگاه الله متعال حاضر می شود و نیاز دارد، مسکین است، در به در است، الله سبحانه و تعالی درهای رحمتش را برای او می بندد. آقای رحمانوف، پیر شدی، امروز فردا می میری، والله در زیر خروارهای خاک میگذارن. به خدا قسم، نه این ارتشت، نه این پلیست، نه این ظالمین و جنایتکارانی که در اطراف تو هستن صبح تا شام برای تو خم و راست میشن، هیچ کدام اینا به درد تو نمیخورن. در اونجاست که دعا و آه و ناله این ملت بیچاره دامنگیر و گریبانگیر تو خواهد بود. حجاب حکم الله سبحانه و تعالی است. از برای خدا تو میخوای با الله جنگ بکنی، با الله سبحانه و تعالی میخوای مبارزه بکنی، در مقابل حکم الله ایستادن یعنی در مقابل الله شروع به جنگ کردن، در مقابل الله سفارایی کردن. الله متعال در قرآن کریم در سوره نور آیه 30 آیه 31 به زنان و مردان مسلمان امر می کند که چشمهای خود را از نامحرم بپوشانید. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خود را آشکار نکنید، یعنی حجاب کامل داشته باشید. مورد بحث باز بودن یا باز نبودن صورت نمیشیم، بحث والا اختلافی است، اما حجاب کاملی که گردن، سر، موی سر، برآمدگی های بدن اینها رو بپوشاند، این واجب است. الله متعال در قرآن کریم در قانون مسلمانان که مافوق قانون تو و قانون همه کشورهای اسلامی است امر می کند که زنهای مسلمان باید حجاب بکنند.
در آیه 60 سوره نور الله سبحانه و تعالی امر می کند که زنهای مسلمان باید حجاب داشته باشند. در آیه 59 سوره احزاب الله سبحانه و تعالی امر می کند یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ای پیامبر بگو به همسرانت و دخترانت و به همه زنهای مسلمان و مؤمن که از سر تا پای خود را بپوشانند. جلباب همین عبایه‌ای که امروز معروف است، از سر تا پای خود را باید یدنین چی؟ یعنی از بالا به پایین بیندازند این رو. این امر خداوند است، این عادات و تقلید نیست، این فرهنگ نیست که فرهنگ تاجیک و فرهنگ افغان و فرهنگ ایران و فرهنگ فلان و علان بگویید. این امر خداوند است، این قانون الهی است. در مقابل قانون الهی می ایستین؟ در مقابل امر الله سبحانه و تعالی می ایستین؟ و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیث فراوانی وجود دارد که زن مسلمان باید سر تا پای خود را بپوشاند و حتما خواهران ما در تاجیکستان، افغانستان و ایران این احادیث را شنیدن، این آیات را شنیدن. من دوباره نمیخوام تکرار بکنم گرچه اینجا همه اینها را آوردم، اما میخوام این را بگویم که خواهر من، خواهر مسلمان تاجیک، اگر همه دنیا، ناتو و آمریکا و روسیه و اروپا و کل دنیا یک طرف شوند، هیچ وقت در مقابل هیچ ظالم و ستمگری حجابت را از سرت بر ندار، زیرا حکم الله متعال است، حکم کسی که نابودی همه این طواغیت و همه این ظالمین و ستمگران دنیا به دست اوست. زیرا الله متعال می فرماید که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. در جایی که گناه باشد، معصیت الله سبحانه و تعالی باشد، اطاعت از هیچ انسانی جایز نیست. کسی دیگه زنگ نزند نپرسد که والله ما رو میگن که این کار بکنید، حکمش چی است؟ ما میتوانیم ستر و حجاب خود را برداریم؟ حتی در مقابل امر الهی کسی اگر از رئیس جمهور، از پارلمان، از وزیر، از پلیس، از حاکم اطاعت بکند، انسان را از دایره اسلام حتی خارج می کند. الله متعال می فرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. کشیشان خود را، علمای خود را خدایانی غیر از الله گرفتند. و بارها اینو ذکر کردم که یکی از صحابه که قبلا مسیحی بود و مسلمان شده بود گفت یا رسول الله ما کشیشا و علمای ما رو خدا نمیدانستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر یک حلالی را حرام میکردن و یا حرامی را حلال میکردن از آنها اطاعت میکردید یا نمیکردید؟ گفتن بله این کار رو میکردیم. گفتن همین از پرستیدن. کسی که امروز به حرف رحمانوف میکند و حجاب خود را برمیدارد که انه که رحمانوف را بجای الله سبحانه و تعالی عبادت کرده باشد. مثل این میماند که برای رحمانوف نماز خوانده باشد، برای او حج کرده باشد و این در دین مبین اسلام جایز نیست. در یک سفری من اینا را از سیرت رسول الله، از احادیث برای شما ذکر می کنم که حکم این احکام الهی برایتان آشکار شود. در یک لشکری صحابه بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی را امیر تعیین کرده بود. یعنی چی؟ رئیس تعیین کرده بود. جایی با لشکر اختلافی پیدا شد. یک آتشی روشن کرد، گفت همه تان خودتان را در آتش بیندازید. دوستانش مخالفت کردند، خلاص دعوا شد. آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر وارد آن آتش می شدید تا روز قیامت در آن آتش می سوختید. الطاعت فی المعروف، اطاعت از بنده فقط در جایی است که امر الله و رسول باشد، مخالف امر الله و رسول نباشد. کسی که امروز از حرف و قانون یک بنده‌ای یا بنده هایی که قانونی رو درست میکنن که مخالف قانون الهی است اطاعت میکنن که انه او رو پرستیده باشد.
انسان در مقابل قرآن و سنت اختیار ندارد، حق گزینش ندارد، حق ندارد که بگوید که والله خدا اینو گفته، پیغمبر اینو گفته، اما من حرف حکومت رو میکنم، حرف پارلمان رو میکنم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. یعنی چی؟ هیچ مرد و زن مسلمانی حق ندارن جایی که الله و رسول گفته که این کار را بکنید اونها گزینه دیگری را قبول بکنن. جایی که الله و رسول گفته حجاب بکنید، شما برید قانون و دستور یک حاکمی را قبول بکنید که مخالف الله و رسول است. پیام من برای رئیس جمهور تاجیکستان این است: از برای خدا، از برای انسانیت اگر به خدا اعتقاد نداری، از برای شرف و وجدان اگر داری، این ملت مظلوم و ستم دیده را رها بکنید. حداقل آزادی و دلخوشی همین مردم که اختیار داشته باشد چه اسمی بگذارد، چه لباسی بپوشد، همین را هم از اونها نگیرید. والله یک روز پشیمان میشوید. به خدا قسم روزی خواهد آمد که یک وجب خاک هم در تاجیکستان برای تو پیدا نخواهد شد که خود را در آنجا پنهان بکنی. همین دیروز رئیس جمهور ایران با همه اون غرور و تکبر، دیروز یادت میاد که سر مرز آمده بود ملت افغانستان رو اخطار میداد، اگر که آب رو باز نکنید ما فلان و علان میکنیم. کجاست امروز؟ سوخت، زغال شد، رفت. صدام قصر درست کرده بود، 1 میلیون سرباز داشت، کارخانه اتم داشت، موشک داشت، هزاران تانک داشت، صدها هواپیما داشت. در قصرش برای خودش 99 نام در سقف حک کرده بود. چی شد امروز؟ خیلی از اینایی که خودشون رو فرعون و نمرود فکر میکردن در همین 50 سال اخیر همه‌اش هم تو شاهد هستی. چاوشسکو چه شد؟ و خیلی از علی عبدالله صالح چی شد؟ هیچ کدام اینا نماندن، همه نابود شدن. و تو هم یک روزی زیر خروارها خاک رفتنی هستی. پس از خدا بترس. پیام من به سردمداران و به کارمندان و کارگران حکومت تاجیکستان: فردا در روز قیامت الله متعال شما بازخواست بکند که فلان زن مسلمان را چرا حجابش رو برداشتی، چرا ظلم کردی، بگویی من مأمور بودم، حرف رئیس جمهور بود، حرف حکومت بود، والله بالله به دردتون نمیخورد. یک انسان در او بالا نشسته یک حکمی را صادر میکند، صدها هزار نفر کارمند دولت رو اجرا میکنن که انه وحی از طرف الله سبحانه و تعالی است. آیا شما مسلمان هستید؟ از خدا نمی ترسید؟ شرف و وجدان و غیرت داری؟ حیا نمی کنی که دسترازی می کنی به حجاب یک خواهر مسلمانت؟ اصلا خواهر مسلمان که اصلا شاید بعضی تو به اسلام هم اعتقاد نداشته باشید، اصلا یک انسان وجدان داشته باشد. دقل اگر اسلامیت نداری، دین نداری، ایمان نداری، وجدان داشته باش، شرف داشته باش. و علمای تاجیکستان که ساکت نشستن یا که این قانون رو تایید میکنن. رئیس جمهور آمده بود گفته بود که در ماه رمضان روزه نگیریم. مفتی تاجیکستان الله سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت را بشرماند، آمد گفت که در 4 کتاب ما یک روایت داریم گر ضرورت بود روا باشد. الا لعنت الله علی الکاذبین. در اسلام الله سبحانه و تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله سبحانه و تعالی میگه عالمان را به درجات بالا و مقام اعلی الله سبحانه و تعالی میرساند.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند فضل العالم علی العابد که فضلی علی ادناکم. فضیلت یک عالم در بین یک جامعه مانند فضیلتی است که من محمد صلی الله علیه و سلم بر یکی از پایین ترین شما صحابه دارم. ببینید چقدر این عالم یک جایگاه بزرگی دارد در دین. اما همین عالم رو وقتی به دنبال مال دنیا می رود، به دنبال منصب می رود، به دنبال شهرت می رود، الله سبحانه و تعالی او رو میگه سگ، او رو میگه خر، مثلهم که مثل الکلب مثلهم که مثل الحمار. چرا؟ چون که از اون مقام و درجه‌ای که الله بر او داده است پایین آمده است. و همیشه در حکومت‌های ظالم، مستبد و ستمگر یک مثلث شوم وجود دارد به نام مثلث زر و زور و تزویر. مثلث زور کی است؟ حاکم. زور داره، پلیس داره، ارتش داره. تزویر کی است؟ ملا، داملا صاحب درباری. هرچی که حاکم گفت میگه که گر ضرورت بود روا باشد. روایت 4 کتاب آمده است. زر، پول، اقتصاد. مملکت یک شرکت خانوادگی است برای اینها. این مثلث شوم است که جامعه های انسانی رو تباه می کند و یکی از اضلاع این مثلث شوم متاسفانه علمایی هستند که دین را به نفع حاکم ظالم و ستمگر تزویر می کنند، تغییر میدن، تحریف می کنند. همونجاست که الله متعال به اونا میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در زمان فرعون همین مثلث شوم وجود داشت. یک ملایی بود به نام بلعم و باورا، داملا بلعم باورا. هرچی که میگفتن مردم چی میگفت؟ ملت شما چی کار دارید؟ خدا به فرعون داده، به شما نداده. شما صبر بکنید، شما نماز بخوانید، شما روزه بگیرید، شما دعا بکنید خدا بر شما هم بده. مثلث زور کی بود؟ فرعون. ضلع دیگه این مثلث کی بود؟ قارون، پول داشت. قارون و فرعون و هامان و بلعم باورا اینا چی شده بودن؟ اینا این مثلث شوم زر و زور و تزویر رو ایجاد کرده بودن تا سر ملت ظلم بکنن. و این بدبختی که علمای تاجیکستان و خیلی از کشورهای اسلامی امروز گرفتارش هستن به خاطر حب دنیا، حب منصب، بدبختی، ذلت، ترس، خوف چی است؟ ما رو زندان میکنن، ما رو میکشن، ما رو میبرند. او ملای بی غیرتی که امروز از زندان میترسی، دا ملای بی شرفی که تو امروز از زندان میترسی، رسول تو صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر رساندن این دین از سر تا پای مبارکش خون جاری شده، دندان مبارکش شکسته، سرش شکسته، با سنگ و کلوخ زدنش، عزیزانش رو از دست داده. میدانید؟ عزیزانش رو از دست داده. در جنگ احد 72 نفر، بیش از 72 نفر از بهترین عزیزان پیامبر تیکه تیکه شدن و تو حاضر نیستی به خاطر دین خدا زندان بری؟ هرچی که حاکم گفت از ترس میگی که بله درست است، این روایت در 4 کتاب آمده است. والله بیشرفتر از این یعنی الله سبحانه و تعالی هیچ گناهکاری را به سگ و به خر تشبیه نکرده است الا همچین ملاهای دین فروشی رو که علم دارن، دین دارن، شهادتنامه دارن، داملا و استاد هستن، شیخ هستن، اما حق را نمیگن، دین خدا را برای مردم بازگو نمی کنن. در مقابل ظلم و ستم حاکم میترسن، حق را نمیگن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که در مقابل ظالم و ستمگر حرف حق را نمیزند مانند شیطان گنگ است. و چه بسیارن این شیطان های گنگ امروز در اطراف ما.
رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از این حدیث آیه رو بگم خدمتتون: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسیبا. کسانی که دعوت الی الله میکنن، کسانی که عالم دین هستن، داملا هستن، ملا هستن، شیخ هستن، رسالت الله سبحانه و تعالی رو برای مردم ابلاغ میکنن، فقط از الله میترسن و از هیچ کس غیر از الله نمیترسن، زیرا که الله برای انسان کافی است. به خدا قسم اگر الله نخواهد همه دنیا، همه ظالمین و طواغیت دنیا یک جا شوند، با همه بمب ها و سلاح ها و هواپیما و تانک هایشان، باور کنید به یک مورچه ای هم ضرر زده نمیتوانند اگر الله نخواهد. اما این داملاها و این ملاهایی که امروز مهر تایید به این ظلم و ستم و بیدینی میزنند، اینها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی از سگ و مرکب و الاغ هم بدتر هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط وحی آگاه شده بودند که همچین حاکمانی و همچین ملاهایی یک زمانی در دنیا خواهند آمد. در حدیثی که امام احمد روایت می کند، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که بعد از من حاکمانی خواهند آمد، اطراف اونها، حواشی اونها، وزیران آنها کسانی خواهند بود که ظلم می کنند، دروغ می گویند. فمن اعانهم على ظلمهم و صدقهم بکذبهم فلیس منی. کسی که در ظلم با آنها همکاری می کند، در دروغگویی آنها را تصدیق می کند، فلیس منی، از امت من نیست. ولا انا منه، و نه من از او هستم، نه پیامبر او نیستم. و کسی که در ظلم آنها، امراه آنها همکاری نمی کند و دروغهای آنها را تصدیق نمی کند، فانا منه و هو منی، من از او هستم و او امت من است. حالا اختیار به شماست که از کدامش می خواهید باشید. همانطوری که گفتم، اطاعت فقط در آنچه که موافق با قال الله و قال رسول باشد. اگر مخالف با قال الله و قال رسول باشد، هیچ انسان مؤمنی نباید آنچه که مخالف قرآن و رسول باشد از او اطاعت بکند. کسانی که جلو احکام شرعی را میگیرند، جلو اجاب و شعائر دین را میگیرند، اینها انسانهای منافق صفت هستند. الله متعال در سوره توبه میفرماید، آیه 67، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. زنهای منافق و مردان منافق دوستداران همدیگر هستند، به کارهای بد امر میکنند و از کارهای خوب جلوگیری میکنند. آخرین پیام من برای علما، داملاها، دعوتگرانی که سکوت میکنند در مقابل این ظلم و ستم، امامان مسجد، قول الله سبحانه و تعالی است: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. با ظالمان همکار نشوید، همپیمان نشوید، همدست نشوید. فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. آتش جهنم به شما میرسد و غیر از الله هیچ کس نمیتواند شما را نجات بدهد. پیام دیگر من به ملت تاجیکستان است. یک سلاح خیلی بزرگ و قوی ملت مظلوم تاجیکستان دارن. سلاحی که
در مقابلش رحمانوف و حکومتش و همه ارتشهای دنیا، همه طواغیت و ظالمان و ستمگران دنیا هیچ هستن. او سلاح دعا است. خواهران من، مادران من، کسانی که مورد ظلم و ستم اینها قرار میگیرید، نیمه های شب وضو بگیرید، 2 رکعت نماز بخوانید، در گوشه خانه خود دست دعا بالا کنید، دعا کنید که بارالها این ظالم ستمگر را نیست و نابود بکن. بارالها ملاهایی، عالمانی که با این ظالم ستمگر همکاری میکنن نیست و نابود بکن. بارالها کارمندانی که، اشخاصی که اوامر این ظالم و ستمگر را بالای مردم مظلوم اجرا میکنن، بارالها اینها را به دردهای دنیوی و اخروی گرفتار بکن، نیست و نابودشان بکن. بارالها قدرت خود را، عظمت خود را به اینها نشان بده. باور کنید که قوی تر از این سلاح ندارید و قوی تر از این سلاح در دنیا وجود ندارد. دوم، مسئله انسانیت است، مسئله آزادی است. من از همه مخالفین، همه احزاب، گروه ها، انسان هایی که شرف و وجدان دارن، اگر با دین ما، با عقیده ما هم مخالف هستند، که با هم یک دست شوید، با هم یک جاه شوید، با هم یک صدا شوید، در مقابل این ظلم و ستم بایستید. هر کس به اندازه استطاعتش، اون کسی که میتواند در میدیا، کسی که نمیتواند از طریق پول، از طریق اقتصاد، از طریق نصیحت، از طریق وعظ و ارشاد، از طریق سیاست، از طریق سازمان‌های حقوق بشر، از برای خدا. برادران تاجیک ما ترکی بلد هستید، روسی بلد هستید، انگلیسی بلد هستید، همین کلیپ ها رو، همین مسائل رو بگیرید، ترجمه کنید به زبان‌های مختلف، همه دنیا ببینن که در تاجیکستان چی میگذرد. این اتحاد و همبستگی خیلی نیاز هست، خاصتا در همچین مواقع. دیگر این که پیروی از قرآن و سنت، عبادت‌های الله سبحانه و تعالی را انجام دادن، زندگی خود را مطابق قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده کردن. ببینید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خیلی از این ظلم ها، خیلی از این ستم ها به خاطر اعمال خود ماست که انجام میدهیم. الله سبحانه و تعالی همچنین ظالمین و ستمگران را بر ما مسلط میکند. الله متعال میفرماید که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. کسانی که مخالفت امر الله و رسول رو بکنن بترسن از این که فتنه‌ای گرفتار شوند، مصیبتی بر آنها بیاید و عذاب دردناک الله شامل حالشان شود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه الله سبحانه و تعالی جهاد میکنن، یعنی اوامر الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم را در زندگی خود پیاده میکنن، ما راه را برای اونها باز میکنیم. و همچنین الله متعال میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم فکر کردن که این یک فتنه است امروز؟ این یک فتنه است که امروز حکومت میگه که زنها نباید حجاب داشته باشن یا حجاب دلخواه حضرت عالی را داشته باشن. الله متعال میفرماید که آیا مردم فکر کردن که اونا بگن که ما مؤمن هستیم، ما مسلمان هستیم، ما اونا را همینطوری رها میکنیم؟ نه خیر، ما آنها را امتحان میکنیم. ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. الله متعال انسانها را گرفتار این فتنه ها میکند، گرفتار این امتحان و آزمایش میکند تا که درجه ایمان شما را چی کند؟ بسنجد. اون دختری، اون زنی که فقط همین اعلان رو شنید روسری خودش را بر می دارد، سطر خودش را بر می دارد، در این امتحان ناکام شده است.
آن زنی که ستر و حجاب خود را حفظ می کند، حتی ولو که او را بزنند، ولو که شکنجه بکنند، ولو که زندان بکنند، ولو که جریمه بکنند، او زنی است که از این امتحان کامیاب و سربلند خارج می شود. ثانیاً یک انسان مسلمان، یک انسان مؤمن این رو باید بداند که الله متعال این روزهای سختی و مشکلات رو در بین ما که می آورد به خاطر چی است؟ به خاطر شناختاندن انسانهای مؤمن و انسانهای منافق. و تلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. این روزهای پیروزی، شکست، سختی ها، مشکلات را برای این الله سبحانه و تعالی میارد تا بداند، تا آشکار بکند که الله متعال میداند، تا آشکار بکند که مؤمن واقعی کیست، منافق و کافر کیست و بعضی ها را به درجه شهادت برساند. دین، عزت، شرف نیاز به قربانی دارد. اگر یادتان باشد در برنامه‌های اول گفتم روزی میآید که آهسته آهسته همین قانونها رو سر شما یکی بعد از دیگری تطبیق میکنند. اول گفتن که این مساجد رو چایخانه میکنیم که فلان مچی ندارد. بعد از اون گفتن که مدارس دینی رو میبندیم. شما ملت چیزی نگفتیم. یک عالم بردن چیزی نگفتید، دو عالم بردن چیزی نگفتید، مدرسه رو بستن چیزی نگفتید، مسجد رو بستن چیزی نگفتید. گفتن ریش باید اینقدر باشد چیزی نگفتید. باید اول نگفتن که سطر نپوشید، اول گفتن که سطرتان سیاه نباید باشه. یادتان هست؟ این مرحله به مرحله است. در مقابل این قوانین سکوت کردید. خیر جنجال نشود، ما تاجیک ها رو میشناسیم دیگه، مشکلات نمیخوان، همه هر چیز به صلح و آرامی شود. چند روز پیش مایدین کبیری رو مصاحبهش رو میشنیدم در BBC، میگو بله ما خواستیم که از راه مسالمت آمیز دموکراسی پیش بریم. بابا جان، در مقابل ظالم، در مقابل ستمگر، در مقابلی که اصلا به این دموکراسی تو اعتقاد ندارد، این از حماقت است که انسان بگه که ما با دموکراسی و با صلح و با صفا پیش میروم. تک تک این قوانین رو آورد، شما قبول کردید. امروز میگوید که روسری تو بگیر یک چیزکی کوچیک، بگیر یک چادرک کوچیک و پشت سر ببند. شاهد باشید امروز اگر این رو قبول کردید، فردا میگوید که همان را هم نپوشید. اون رو که قبول کردید چند وقت بعد میگوید که زنهایتان نباید که شلوارم بپوشن، مینی جوب بپوشن. اون رو قبول کردید، بعد از اون میگن که سینه‌هایشان هم باید باز باشد. قدم به قدم پیش میروند. یک بار که تسلیم دشمن شدی دیگه به تو رحم نمی کند. یک بار که ذلت و خواری و بدبختی را قبول کردی به تو رحم نمی کند. وانگهی این غیرت مردان تاجیک کجاست؟ این جوانهایی که هر روز ورزش میکنن و بازوها رو ببین، کلیپ ها رو ببین، جنگ میکنن، میزنن، فلان ورزش های رزمی بازی میکنن، اینا کجا هستن که تو رو زن تو، خواهر تو، مادر تو ستر و حجابش رو بر میداره، تو هم نشستی که بازو برای خودت درست کردی، ورزشکار هستی؟ یکی از نشانه های مؤمن غیرت است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق یا صالح الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاقهای نیکو و صالح در بین مردم به پایه تکمیل برسد. و یکی از مکارم اخلاق غیرت است. ملتی که غیرت نداشته باشد، مردی که غیرت نداشته باشد، جوان مسلمانی که غیرت نداشته باشد، این مرد نیست، مسلمان نیست. ویژگی یک مسلمان غیرت است. حجاب یک زن مسلمان را در بنی قینقاع یک قبیله بزرگ قوی یهود بود، مثل آمریکای امروز، مثل اسرائیل امروز. یک زن مسلمان برای خرید رفته بود در این بازار، حجابش رو
با شوخی گوشه حجابش رو بستن به یک صندلی که نشسته بود. وقتی بلند شد حجابش افتاد. مرد مسلمانی در اونجا بود، شمشیر کشید، اما یهودی که این کارو کرده بود گردنش را زد. اینو میگن غیرت، اینو میگن مسلمان. والله بالله تالله که مسلمانی که غیرت نداشته باشد هیچ خیری در اون نیست. خبر به رسول الله صلی الله یهودی‌ها چیکار کردن؟ این مرد مسلمان رو کشتن. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. همه مدینه بسیج شد، همه مدینه. هر کسی که می توانست شمشیر و نیزه بردارد به راه افتاد. بیش از 700 نفر از مردان بنی قینقاع رو کشتن در مقابل حجاب یک زن مسلمان. شاید الان بعضی بگن های وحشت است، های بربریت است، 700 نفر رو کشتن. فوالله به خاطر حجاب یک زن مسلمان نصف کره زمین کشته بشه هنوزم کم است، اگر که در برداشتن حجاب این زن مسلمان همکاری کرده باشن. حجاب یک زن مسلمان بر همه کاخها و قصرها و لشکرها و پلیسها و همه این طواغیت چادر سطر یک زن مسلمان ارزش دارد. کجا هستن این جوانانی که دم از اسلام و دم از قرآن و دم از سنت می زدن؟ امروز بیستید. ما دعوت به خشونت و قتل و کشتار و انقلاب نمی کنیم، نه. الله سبحانه و تعالی کسانی رو مسخر بکند که بتوانند این ظالمین و مستبدین رو سر جای خودشان بنشانند. اما امروز تو جوان مسلمان، تو مرد مسلمان تاجیک وظیفه داری که در مقابل کسی که میخواهد به ستر مادرت و خواهرت و همسرت دسترازی بکند بیستی، او را سر جایش بنشانی. یک دیوس بی غیرت در مقابل دروازه بیمارستان ایستاده به زنا و دخترها میگه سترت رو بردار که 3500 سامانی جریمه میشه و از کجا میپردازی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من با غیرتم، الله غیرت میکند. لا احدا اغیر من الله، هیچ کس از الله با غیرت تر نیست. و غیرت الله سبحانه و تعالی کی به جوش می آید؟ وقتی که یکی از حدود الله سبحانه و تعالی زیر پا گذاشته شود. فواحش و منکرات در یک جامعه صورت بگیرد. سعد بن عباده وقتی که آیات حد نازل شد در مورد زنا، اینکه باید شاهد بیارن اینا، آمد گفت یا رسول الله، من زنم رو ببینم که با کسی زنا می کند بعد برم 4 تا شاهد بیارم؟ والله گفت با این شمشیر، با نوک شمشیر نه، با کناره شمشیر گفت میزنم و را میکشم. یعنی با نوک شمشیر بزنه، با تیزی شمشیر طرف یک ضربه زد میمیره، اما با بغل شمشیر بزنه شاید با 50 ضربه طرف نمیره، یعنی زجر کشش میکنم. صحابه همینطور جام شدن ماندن. رسول الله فرمودن که صلی الله علیه و سلم اتعجبون من غیرت سعد، آیا از غیرت سعد تعجب میکنید؟ فوالله لأنا اغیر منه والله اغیر منی، به خدا قسم که من از سعدم با غیرت ترم و الله از من غیورتر است. دین یعنی غیرت، مسلمانی یعنی غیرت، مردانگی یعنی غیرت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در شب معراج وارد جنت شدم، دیدم یک قصری است. گفتم این از کی است؟ گفتن از عمر ابن خطاب. میخواستم وارد قصر شوم، غیرت عمر به یادم آمد، وارد قصر نشدم. حضرت عمر گریه میکرد، یا رسول الله، میگه یعنی من در مورد تو اینطوری فکر میکنم؟ اینا بودن مسلمانان با غیرت.
سعد ابن معاذ با همسرش دارن در سفر میرن، همسرش یک سیب رو بر میداره، یک گاز از این سیب میخوره. یک گدایی میاد سر راه، میگه برای خدا یک چیزی بده. این زن میاد این سیب رو میده به گدا. سعد ابن معاذ چنان عصبانی میشه و میده و این سیب رو از دست این گدا میگیره و در مقابل چیز دیگری به او میده و این سیب رو میگیره میندازه به زمین. میدونی چرا؟ میگه لبهای تو به این سیب خورده، چطور این سیب به دست یک مرد نامحرم بیفته و اونم از همون جایی گاز بزنه که تو گاز زدی؟ از برای خدا این غیرت مسلمان است، نه اینکه حجاب خواهرش و مادرش و زنش رو بردارن همینطوری نگاه بکنن اکو خیر است هلکه چیزی نگیم. یکی از صحابه میگن عروسی کرده بود، اسبی رو که همسرش رو در اون اسب سوار کرده بود و آورده بود به خانه خود رسانده بود، بعد از اینکه همسرش از اسب پیاده شد اون اسب رو قربانی کرد. میدونی چرا؟ گفت به اون اسبی که همسر من سوار شده مرد بیگانه دیگری سوار نشود. این از غیرت مسلمان. حیا یکی از شعبه‌های ایمان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که الحیاء من الایمان، حیا از ایمان است. اینا میخوان بی حیایی رو در کشور ما رواج بدن، میخوان بی حیایی رو در تاجیکستان رواج بدن. الحیاء خیر کله، حیا همه حیا خیر است. میخوان ملت رو بی حیا بکنن. اینا بعد از این که همین قانون لباس نمیدانم ملی و بعد قانون نمیدانم سطر و فلان همین چیزها رو که در طی این چند سال اینها در جامعه تاجیکستان پیاده کردن، از برای خدا برید تیک تاک رو ببینید چه حال است، اینستاگرام و تلگرام ببینید چه حال است. دختر تاجیک در خانه نشسته ویدیو رو باز میکنه، بدن خودش رو به نمایش میگذاره، در مقابل دوربین میرقصه. این بی‌حیایی رو کی در جامعه رواج داد؟ همین حکومت. برنامه‌های تلویزیون، جوک ها و کلیپ های خنده‌دار همش مسائل جنسی است، همه تشویق زنها و دختران جوان و مردان به سوی فحشا و فساد است. هیچ کس در مقابل این اعتراض نمی‌کنه. عاقبت میشه اینطوری. برادر تاجیک، پدر تاجیک، مرد تاجیک، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من قتل دون عرضه فهو شهید. کسی به خاطر ناموسش کشته شود شهید است. من قتل دون اهله فهو شهید. کسی که به خاطر عائلش کشته شود شهید است. و این اسباب بی‌غیرتی چی است در یک جامعه میدانید؟ انتشار گناه، انتشار معصیت. گناه، معصیت انسان رو بی‌غیرت میکنه. این فیلم ها و این برنامه های که در میدیا و در رادیو تلویزیون در پخش میکنن، این هاست که مردم رو بی‌غیرت میکنه. من تعجب میکنم چرا باید ما از زندان بترسیم، حق را نگوییم؟ حضرت یوسف زن فرعون یا زن عزیز مصر از او خواست که تو بیا با من همبستر شو و الا تو را میندازم زندان. یعنی بیا از من لذت ببر و الا تو را میندازم زندان. حضرت یوسف چی میگه؟ ربی سجن احب الی مما یدعوننی الی. بارالله، من این لذت و این شهوت همبستر شدن با این زن رو رها میکنم، همان زندان برای من بهتر است.
از اینکه مرتکب این گناه و معصیت شوم. امروز ملای تاجیک، دامولای تاجیک، مردان تاجیک میگن که ما زندان نرویم، اما همین ذلت و خاری و بیغیرتی و بیناموسی رو قبول میکنیم. آیا این صفت مؤمن است؟ آیا این صفت یک انسان شریف است؟ و یک مسئله دیگری رو خدمت شما عرض بکنم که عزت و شرف و ناموس و ایمان و تقوا و پرهیزگاری این در بازار سودا نمیشد، در سوپرمارکت ها به فروش نمیرسد. این رو مردها با قوت و با نیرو و با خون و با جان خود میگیرند. همین مسئله‌ای که امروز در تاجیکستان است، در یک کشور اسلامی دیگه هم اتفاق افتاد. حکومت درس خواندن زنان و دختران با حجاب رو ممنوع کرده بود. حکومت زنهای با حجاب رو جریمه می کرد. حکومت زنهای با حجاب رو در جلوی بیمارستان ها، مراکز دولتی از وارد شدنشان جلوگیری می کرد. اما زنهای این ملت به پا خواستن، قیام کردن، تظاهرات کردن، مبارزه کردن و بالاخره حقوق خود را گرفتن. اما مفت نگرفتن، شهید دادن، زخمی دادن، زندان رفتن، از دنیا و از مال و منال و منصب گذشتن. میدونید این کشور کدام کشور است؟ شاید خیلی از خواهران تاجیک ما خبر نداشته باشند. ترکیه است. همین ترکیه که امروز زن رویشو ببندد، نقاب بپوشد، سیاه بپوشد، سفید بپوشد، نپوشد، کسی با او کار نداره. زیاد یعنی دیر 20 سال پیش 25 سال پیش حجاب ممنوع بود، جریمه میشد. در ادارات دولتی، در دانشگاه ها، در مدارس، در بیمارستان ها کسی با حجاب نمیتونست وارد بشه. من کلیپ هایی از این رو خدمت شما عزیزان اینجا نشون میدم. در اینجا در پارلمان ترکیه برای اولین بار امروز بیش از نصفی از زنانی که در پارلمان ترکیه هستن زنان با حجاب هستن. یک نفر زن با حجاب در انتخابات پیروز شده بود، اجازه ندادن که در پارلمان بنشیند. ببینید کلیپ رو. Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. این فکر کنم بلند تجاوید است، نخست وزیر اون دوره بود. میگه که ما مخالف روسری نیستیم، تو خونش میتونه روسری بپوشه، اما اینجا بزرگترین ارگان دولتی است، در اینجا کسی حق نداره که روسری بپوشه. Devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. یا جایی نیست که شما در مقابل دولت بیستید، روسری بپوشید، حجابتون رو در اینجا مراعات بکنید. بعدش هم بیرونش میکنن از اینجا. اخراجش کردن، داد میزدن، دشاره یعنی بیرونش کردن. حالا داستان این زن ادامه شما هم برای شما بیان میکنم در اینجا.
بعد از اینکه به اوج خود رسید این کارا، مردم ریختن به خیابان ها. صحنه هایی از اعتراضات mardumi رو خدمت شما ایزان نشان میدم. Direniş yıllarca devam etti. 11 Ekim 1998'de dünyanın en büyük sivil toplum eylemi düzenlendi. Yüz binlerce insan el ele tutuşarak bütün Türkiye'de başörtüsüne özgürlük zinciri oluşturdu. Eylemi örgütleyen öğrenciler Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hapis cezasıyla yargılandı. Başörtüsü yasağı öyle bir hal aldı ki bu karanlık dönemden ağır yaralı çıktı. Okuldan atılan öğrenciler ya eğitimlerini yarıda bıraktı ya da binbir güçlükle yurt dışında okumanın yollarını aradı. Büyük bir beyin göçü başladı. Direniş yıllarca... میبینید این زنها رو؟ چه تعدادی از این زنها رو دستگیر کردن، زندان انداختن، اذیت کردن، شکنجه کردن. نمونه‌های دیگر از این اعتراضات رو ببینید. این صحنه از سالهای 90 از دهه 90 میلادی است که حتی زنهایی که به حجاب اعتقاد نداشتن هم در کنار زنهای محجبه به خیابانها ریختن، چون این زنها اگر مسلمان نبودن، اگر مؤمن نبودن، اعتقاد به حجاب نداشتن، حداقلش وجدان داشتن، انسانیت داشتن. ببینید همه روسری پوشیدن، در خیابانها نشستن، راه ها رو بستن. خب دولت چی کار کرد؟ 10 تا رو برد، 20 تا رو برد، 30 تا رو برد، 40 تا رو برد، یکی رو کشت، 2 تا رو کشت، 3 تا رو کشت. اما عاقبت در مقابل اراده ملت تسلیم شد. ملت ترکیه با خون خود، با جان خود، با قربانی این قوانین ظالمانه را شکستند. دیگری رو ببینید. ببینید این صحنه رو. ببینید که پلیس چگونه به زور حجاب را از سر زنها بر می داره. در جلوی بیمارستان ها، در جلوی دانشگاه ها اجازه نمی دادن که زنها با حجاب وارد شوند. ببینید صحنه دستگیری زنها رو. امروز همان حزبی که حزب جی ای پی به اصطلاح بشه، حزب دموکراتیک مردمی، که در اون زمان در حکومت بود و همین جنایات را انجام داد در حق ملت، 1 سال پیش معذرت خواست از ملت ترکیه. گفت ما اشتباه کردیم. ما در مقابل زنهای با حجاب ترکیه اشتباه کردیم و این اشتباهمون رو قبول میکنیم. نمونه دیگری از اعتراضات رو ببینید. Özallı yıllarda gelişim kaydeden Türkiye, 28 Şubat süreciyle telafisi imkansız bir döneme girdi. İrtica geliyor
terör söylentilerinin ardından büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Sürecin en büyük kurbanları başörtülü üniversite öğrencileri ve İmam Hatip liseliler oldu. Okulların birer birer yüzlerine kapandı. Zulme boyun eğmedi. Direnenlere en sert şekilde karşılık verildi. Polis dayağı Nuray Bezirgen adlı öğrencinin bebeğini kaybetmesine neden oldu. Başörtülü öğrencilerin yıllar süren emekleri hiçe sayıldı. Tıp fakültesinin son sınıfına gelen öğrenciler okuldan atıldı. ببینید از داخل دانشگاه دخترای با حجاب و پلیس می اومد می برد. از داخل دانشگاه 20 سال پیش 25 سال پیش بعد این صحنه خیلی جالب و موثر است. ببینید که دخترانی که شاگرد اول شدن و آمدن بر روی استیج یا همون سکویی که در مدرسه است با حجاب آمدن که آمدن جایزه‌شون رو بگیرن، کارنامه‌شون رو بگیرن. ببینید که چگونه با اینها برخورد میشه. این صحنه رو نگاه کنید. این وضعیت مدارس دخترانه بود. امروز در همین مدارس دختران دخترها کل صورتش رو کاملا میپوشه میره، هیچ کسی حق نداره بهش بگه بالا چشم نبرس. باور کنید یک حرفی کسی بهش بزنه 10 تا جوان پیدا میشن که پاسخ طرف را بدن. هنوزم هست، هنوزم یعنی بعضی از اون پیرزن‌های همون کهنه فکرای 20-25 سال پیش هنوزم هستن که اذیت میکنن گاهی اوقات در مترو، در اتوبوس، در اینجا. اما جوانها چنان برخوردی میکنن که نمونه‌اشو من خدمت شما عزیزان نشون بدم. این خانومی که در اینجا میبینید به یک زن با حجاب اهانت میکنه. بعد ببینید که اینجا یک جوانی چطور این رو پاسخ میده. میگه من تو این کشور خدمت کردم، سربازی رفتم، مادرم با حجاب است، خواهرم با حجاب است، مادر بزرگم با حجاب بوده، تو چه حق داری که به یک با حجاب؟ چنان این رو مسخره میکنه، ساکت میکنه که با هم ببینیم این رو. با اینها باید اینگونه برخورد بشه. میگه برو گم شو از این کشور، اگر دوست نداری حجاب رو، میگه برو گم شو از این کشور، برو در اروپا زندگی بکن. این یک کلیپ دیگری هم هست که اینجا یک خانم با حجابی است، یک پیرزنی به اون اعتراض میکنه، یه حرف زشت میزنه، بعد همه اتوبوس این رو سر جاش مینشانند و ساکتش میکنن.
خدا این جوان رو نگاه کنید، این چهره این رو دوستان اگر زوم بکنن، شاید اگر ما ببینیم اینو میگیم که بابا این اصلا هیچ غیرتی در این نیست، هیچ خیری در این نیست. ریش و سیبیل تراشیده، عینکای دودوش و موی سرش رو ببینید. میگه تو چه حق داری؟ میگه اینجا ترکیه است، حق داره که طوری که دوست داره لباسش. به تو چه؟ میگه اگر تو نمیپسندی اینطوری چیزا رو، حجاب دوست نداری، برو گم شو یونان برو. میگه صدا تو بیار پایین که پلیس همین الان زنگ میزنم. ببینید از یک کشوری که پلیس میومد و حجاب زنها رو برمی داشت، الان مردم به پلیس زنگ میزنن که بیا که من به خاطر حجابم مردم منو اذیت کردن. این مفت به دست نیومده. و همین زنهایی رو که میبینید در این کلیپ ها نشون میدن، همه اینا الان زندان هستن. الان قانون است که کسی که به خاطر حجابش یک زن مسلمان رو اذیت بکنه، حرف بد بهش بزنه، میره زندان. Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen. ترکیه خوشت نمیاد، میگه برو گم شو در یونان زندگی بکن. ببینید این تغییری که ایجاد شد، حالا همون دختری که جایزه‌شو بهش ندادن و از مدرسه اخراجش کردن، بعد از 21 سال 22 سال بعد رئیس جمهور ترکیه همون جایزه‌ای رو که در اونجا در کلاس مثلا سوم چهارم ابتدایی بهش نداده بودن، برد در خونه بهش داد. این ساده نیست. قربانی داد این ملت به خاطر این. اینو نگاه بکنید. این دختری است که شاگرد اول عمومی شده بود، جایزه‌ش رو بهش ندادن و اون بیشرم بی‌حیایی که اونجا نشسته مدیر به اصطلاح آموزش پرورش است، میگه که برو بیرون چون حجاب داری به تو نمیدی اینجا. این گریه میکنه و از این به اصطلاح سالن مدرسه خارج میشه. خوب دقت بکنید. Türkiye Tevhide Kütü'yü bu görüntülerle tanıdı. Birinci olduğu kompozisyon yarışmasında ödülü verilmedi. Gerekçe başörtülü olmasıydı. Çok değil, 8 sene önce 2007 yılında yaşandı bu olay. İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Tevhide Kütük kompozisyon yarışmasında birinci oldu. Ödülünü almak için kürsüye çıktı ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Genç kız başörtüsü yüzünden kürsüden indirildi. Hakkını aramak için İl Milliyetin Müdürü'ne gitti Tevhide Kütük. Aldığı cevapla bir kez daha yıkıldı. Genç kızın gözyaşlarını ne arkadaşları ne öğretmenleri durdurabildi. Çaresiz salonu terk etti. Genç kıza en büyük destek o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Tevhide Kütüğü telefonla aradı, üzülme dedi. Başörtüsü sorununu bitirme sözü verdi. Gelmeyecek. İnşallah o zamanlar bir daha gelmeyecek. Aradan 8 yıl geçti. 25 yaşına gelen Tevhide Kütük evlendi. Bu kez Türkiye'nin karşısına gülerek çıktı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı genç kadına iade-i itibarda bulundu. Müfettiş gelecekti. Biz o gün okula gitmiyorduk. Başörtümüzü gizli gizli takıyorduk. Ama müfettiş geleceği zaman ya da garnizon میگه روزی که برای بازرسی می اومدن مدرسه، میگه ما اون روز مدرسه نمی رفتیم به خاطر اینکه بدون حجاب نمیخواستیم بریم. ببینید این ملت به خاطر یک روسری قربانی دادن، زحمت کشیدن.
امروز ببینید که این خانم الان ازدواج کرده، صاحب فرزند شده، رئیس جمهور اعاده اعتبار، اعاده حیثیت میکنه. اون جایزه رو که در اونجا نداده بودن بهش، بعد از چند سال میاد بهش میده. چرا؟ چون قربانی داد ملت، فداکاری کرد. نه اینکه حکومت هرچی بگه، پلیس هرچی بگه، در آزادی‌های شخصی ما مداخله بکنه، ما ساکت بشینیم. ملت نترسید، ملت ترسو و بزدل نبود، حق خودش رو گرفت. Okula geldiler hatırlatıldı. Tevhide Kütük Güner'i gözyaşlarını yine tutamadı. Genç kadın 8 yıl gecikmeyle ödülüne kavuştu. Kendisine yarışmada birincilik getiren o kompozisyonu ilk kez kürsüde okudu. Öğretmen. Ne demektir öğretmen? Öğretmen toplum... این نمونه‌ای بود از مبارزه ملت ترکیه به خاطر حجاب. یک نمونه دیگری رو من خدمت شما عزیزان در اینجا میخوام نشون بدم. من کلیپی رو خدمتتون نشون دادم، این رو یک بار دیگر پخش بکنم. این خانومی رو که از پارلمان ترکیه اخراج کردن به خاطر حجابش. این خانومی که در اینجا هست، این رو به خاطر حجابش از پارلمان ترکیه اخراج کردن و این نخست وزیر اون موقع بود که گفت که حجابدارها در بین ما، کسایی که ستر دارن، جا ندارن، برن بیرون. بیرونش کردن. از این قضیه 25 سال میگذره، از این حادثه 25 سال میگذره. اگر در اینترنت سرچ بکنید بگید که داستان مروه کاواکچی، اسم این خانم است. 25 سال بعد دختر همین مروه، دخترش، مترجم یا ترجمان رسمی رئیس جمهور ترکیه در اجلاس سران ناتو بود. این خانم در اینجاست. این مادرش که از پارلمان اخراجش کردن به خاطر چیز، بعد از 25 سال دخترش مترجم رسمی رئیس جمهور است. متوجه شدید؟ این ملتی که به خاطر عزتش، شرفش قربانی بده، زحمت بکشه، اون رو به دست میاره. اما ملتی که تسلیم بشه در مقابل خواسته های ظالمین و ستمگران، روز به روز بدبخت، روز به روز در به در، روز به روز ذلت و خواری بیشتر نصیبش میگرده. از همین لحظه به بعد تماس های شما عزیزان رو میگیریم. شماره واتساپ برنامه رو عزیزان زیرنویس بکنن. خواهشاً فقط برادران تاجیک و خواهران تاجیک تماس بگیرن و در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنن. سوالات شرعی کسی نپرسه، پاسخ نمیدم و فقط در رابطه با موضوع برنامه عزیزانی که دوست دارن صحبت بکنم. و یک بار دیگر تاکید میکنم که ما نباید در مقابل این خواسته ها و قوانینی که درست میکنن و مخالف اوامر الله و رسول است، نباید در مقابل آن تسلیم شویم و باید اصلا یک پیشنهادی همین الان به ذهنم رسید. من این رو اعلان می کنم و از همه سازمان ها، ارگان های مدنی، همه گروه ها و تجمعاتی که هستند در سوشل میدیا در داخل بیرون تاجیکستان، این را همگانی بکنید. روز جمعه آینده رو در تاجیکستان روز حجاب نام بگذاریم. روز جمعه آینده، امروز جمعه است، جمعه آینده رو در تاجیکستان روز
حجاب نامگذاری بکنیم و همه خواهران ما، زنان تاجیک، همه با حجاب کامل به خیابان ها بیان. همه ملت، همه پر کنید کوچه ها رو، خیابان ها رو. یعنی به اندازه این تجمعات شما وسیع باشد که حکومت چند تا رو میخواد ببره، 1، 2 تا، 3 تا، و مردان با غیرت تاجیک هم در کنار مادرانتان، خواهرانتان، همسرانتان خارج شوید و به کسی اجازه ندهید که با آنها دسترازی بکنن. جمعه آینده از صبح یا بعد از نماز جمعه همه تاجیکستان، در همه شهرها، در همه ولایات، همه زنها با حجاب و آن زنهایی که حتی حجاب هم نمی کنند و به حجاب اعتقاد هم ندارن، اگر شرف دارن، وجدان دارن، انسانیت دارن، اونا هم حجاب بپوشن، در کنار خواهران با حجابشان خارج شوند، تا این حکومت بداند که با ظلم، با ستم نمیتواند که خواسته های خود را با مردم بقبولاند. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید. بله بله بفرمایید. اینه برادرم این وقتی که شما ما رو بدون کردی که این مثال حق توی طرف همین ما اول نمیدونستیم حقی در فرانس نمیدونستیم خلق تاجیک. بله. اینجا جوانا هوشیار شدن. بله. ملاهای تویستان میگن سوره گوش نکنی و اخلاق میدازه بین اسلام علا. دعوت تویستان. کدام حرفی رو تا حالا از من شنیدید که حرف اختلاف انگیز یا تفرقه اندیز در بین مردم تاجیکستان باشد؟ نه تاز ما نشنده ملاها با میشه میگن اونا رو گوش نکنی علا. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. چی گفتنی این ملاها را شما؟ الله متعال هدایتشان کند. الله متعال هدایتشان کند برادر عزیز. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر از این برادر عزیز. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. انصاری عزیز صحتمند هستین انشاءالله. سلامت باشید. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. احمد هستم از آلمان زنگ زدم. بفرمایید احمد برادر عزیز. صحتمند انشاءالله. فکر کنم الان لایف هستین یا لایف رد شده؟ لایف هست. بله لایف هست. شما صدای شما داره پخش میشه، بیننده ها میشنون. بفرمایید برادر عزیز. درست. من تلویزیون رو یک سرش کم کنم عزیزم. بله. در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید از شما میشنویم برادر عزیز. موضوع ما ممنوعیت حجاب برای زنان در تاجیکستان است. درست. منم از موضوع حجاب صحبت میکنم. بله. اگر رضایتان باشه عزیز. بفرمایید. بفرمایید. درباره حجاب چی بگم که قبلا در ترکیه بودیم، اونجا تو کار مبل بودیم و در ضمن اونجا هم بچه ها رو درس قرآن میدادیم و روزه جمعه. بله. نماز جمعه یه جای مسجد بود، مؤذن بودیم. درست. بعد از میرفتیم مؤذن بودیم اونجا اذان میدادیم. دیگه در روان بودیم درباره حجاب گفتین. هم درباره ریش هم یک بنده خدا اول درباره ریش مسخره کردن، گفت ریش هایتان اینجا آمدین بتراشین. دیگه گفتم که شما عزیز با زبان ترکی هم بله. بله صدایتان نداشتم عزیزم. بله من ساکت هستم، شما صحبت بکنید به خاطر اینکه وقت گرفته نشه. بفرمایید. آره درست است. دیگه یه مورد همینجوری که گفتم که
بسیار کسایی که اینجا توریستان تشریف دارن میاین از دیگر کشورها، شما هیچ نقطه ندارین درباره اون کسایی که ریش دارن و از دیگر ادیان هم هستن، شما هیچ اصلا به اونا اعتراضی ندارید. درست. و ما که مثلا مسلمان هستیم و همیشه برای ما کدام انگشت شمار برای ما میگن که ریش دارن میداشت و کدام چیزی ما میتونستیم جوابشان یه جوریه که بدیم که مثلا خارج از ادب باشه، اما نگفتیم بهشان. بله. الان ببینید برادر عزیز، یعنی مثلا در ترکیه 20 سال پیش اذیت میکردن، حتی پلیس، حتی مردم اذیت میکردن کسی که مثلا ریش داشته باشه، کسی که حجاب داشته باشه. اما امروز دقیقاً قضیه برعکس شده. اگر کسی بیاد به ریش شما، به حجاب همسر شما اعتراض بکند، شما اگر به پلیس شکایت بکنید طرف گناهکار شناخته می شود. الحمدلله شکر که الان نمی از برکت یمی قربانیایی که دادن مسلمان خواهر و برادر مسلمان ما که در ترکیه الحمدلله علمای راستین و حقین که خدمت کردن و قربانی دادن، الان الحمدلله به مراتب بسد مراتب خوبتر و بهتر شده و در حساب حجاب همونطور قضیه را سر خوردیم. درست. تشکر از شما برادر عزیز، چون بینندگان زیادی پشت خط هستن از شما تشکری میکنیم، بینندگان دیگری رو هم خواهیم گرفت. تشکر از شما ابو حسین برادر عزیز. باشه چشم تشکر از شما. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. بله همانطوری که گفتیم، یعنی شاید مردم باورشان نشود که در مدت بسیار کم الله سبحانه و تعالی مسلمان ها را عزت داد. بله بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. صداتون خوب است؟ سلامت باشید. به نهایت خوشنود هستم که صدای شما رو میشنوم و به نهایت برنامه شما رو دوست می‌دارم، تماشا میکنم. اما از موضوع امروز نشاط حجاب تاجیکستان بود. به نهایت این یک موضوع دهشتناکی بود که برای ملت تاجیک بود، چون که یگانه چیزی بود که برای زنهای تاجیک این سطر حجاب بود، چون که حاضی در مکتب ها در تمام جا این رو من کردن. یعنی که من در ترکیه هستم زندگی میکنم، پیش ترکیه همین خیل بود. حاضی ما در ترکیه زندگی میکنیم، یعنی حجاب سطر برای زنها یگان مشکلی ندارد. درست. برای ما هم مردا مثال ریش پوندن یگان مشکلی نداره. ما کار میکنیم در کارخانه کلان ترکیه کار میکنیم، حجاب یعنی صدرهای زنها را میبینیم، یکم مشکلی ندارد. اما در تاجیکستان چطوری که میبینید یک طاغوت هست در تاجیکستان، همین طاغوت برای ملت تاجیک به نهایت یعنی برای زنهای تاجیک یعنی مردهای تاجیک زنهای تاجیک به نهایت مشکلی کلان آورده است. انشالله یعنی که بمانند همین ترکیه میشود، چون که زن تاجیک یعنی که مردهای تاجیک بیدار میکنند. بله برادر عزیز، بله برادر عزیز، شما دیدید در کلیپ ها هم دیدید که زنهای ترک مفت به دست نیاوردن این آزادی را، به خاطرش قربانی دادن. بله تشکر از شما. من بسیار تماشا میکنم. بله زنهای ترک چندین نوارهایش رو دیدم، بعضی یعنی جنگ میکنن به خاطر حجاب، یعنی جان دادم یعنی این چیز رو آزادن. درست. یعنی انشالله که ما هر مردم تاجیک در کوشش جان میتیم برای این سطر برای ما یک فرض الهی برای زنهامون هست. درست. انشالله که این یه روز میشود که ما هم مردم تاجیک این چیز را پس سر میکنیم و از مردم تاجیک خواهان آن هستم که جسور باشید به خاطر همسران خودتان، جسور باشید، نترس باشید برای همسران و زنهای خودتان، برای پدر و مادر خودتان که مادرای ما را نمیباند که صدر کنیم و پدرای ما را نمیباند که ریش بانند. و از مردم تاجیک التماس میکنم و خواهش میکنم که هیچ وقت به خاطر دین اسلام نترسید، نه از طاغوت رحمان و نه از دیگر کس، چون که میدونیم که هر یکی ما را روز تا روز ظلم میکند. امروز ای را پسی سر کردیم، پگه به خانه های ما میآید میگوید که
این فلان کار کنید، یعنی که با خونه میاد میگه که داجی زنهای ما رو در خونه همون نمیبرند که سطح کردن در کار. درست. تشکر از شما برادر مردم عزیز. تاجیک خواهش میکنم که یعنی پس سر کردن در کار همین را در کار شود قربانی همیتن در ایران. درست. تشکر از شما برادر عزیز. بنده استاد تشکر از شما. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر میکنم از این برادر عزیزمان. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان در افیر هستیم؟ بله بله، صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. برای حجاب دوستان موضوع شما. بله بله. استاد بخشش کمتر در هیجانیم. چندی بار میخواستیم شما در تماس باشیم. چی بگم استاد جان، دیگه خیلی والای ما قدر مصیبت آمده است. یک چند سوال داشتیم استاد، از شما خواستیم بپرسیم. اگر در رابطه با موضوع برنامه هست خوب، و الا باشد در هفته آینده. استاد قد شما چخیل با تماس ببریم؟ از طریق همین واتساپ سوالتان را به شکل صوتی بفرستید، انشاءالله پاسختان را خواهیم داد. تشکر از شما. برای ما چی گفتن یا استاد؟ ما چیکار کنیم؟ ببینید، انسان برای عزتش، شرفش، استقلالش، آزادیش باید مبارزه کند، باید جان بدهد، باید قربانی بدهد. من این تصاویری که از زنهای ترک نشان دادم به خاطر این بود که امروز آزادی که زنهای ترک به خاطر پوشیدن حجاب دارن، اینو به عنوان یک نمونه برای شما پخش کردم. و الا مثلا شما یک کشوری رو در دنیا سراغ دارید که به خاطر استقلال و آزادیشان خون نداده باشن، جان نداده باشن، زندان نرفته باشن؟ نیست. پس امروز مثلا به طور مثال من همین که گفتم، روز جمعه آینده پخش بکنید در همه تاجیکستان، روز جمعه آینده همه زنها با سطر برآیند. شما ببینید در دوشنبه اگر 1 میلیون زن و دختر تاجیک با سطر بیرون برآید، آیا رحمانوف میتواند همه اینها رو ببرد زندان؟ نمیتواند. به خاطر اینکه من میترسم، تو میترسی، او میترسد، دیگری میترسد، همه ما میترسیم، بعد این شیر میشود هر چیزی که خواست بالای ملت انجام میداد. بابا این آزادی من هست، این حق من هست. حق من را هیچ کس نمیتواند زیر پا بکند. من زنم چه دوست دارد بپوشد، دخترم چه دوست دارد بپوشد، حجابش سیاه باشد، چگونه باشد، به تو چیه؟ اصلا حکومت چه کار دارد؟ یا من اسم پسرم محمد باشد، احمد باشد، علی باشد، چرا باید به این چیزا مداخله بکنن؟ من ریش میگذارم، ریش نمیگذارم، کوتاه میگذارم، بلند میگذارم، یا من مسجد بروم یا نروم. به خاطر همین مثلا حکومت میگه که بابا جوانها یعنی زیر 48 سال باید مسجد نروند. باید همه جوانها از سن 4 سال 5 سال بگیرید تا پیرمردا همه بروید مسجد. نمیتواند همه رو دستگیر بکند، نمیتواند همه رو ببرد. اما این مشکل است، این مشکل ما این است که ما همین خفت و خاری و ذلت رو قبول کردیم. یک بار که قبول کردیم، این رحمانوف هم که آمد سوار ما شد، سوار ملت، سوار گردای ملت شد، دیگه الان هر روز یک قانون جدید میارد. تشکر از شما برادر عزیز. استاد جان یک سوال داشتم بپرسم در همین مسئله است. بله. استاد جان درباره همین داملاهای ما چی گفتنی هستی؟ درباره همین ما برای ایپس همین نماز خواندن آیا درست است نیست؟ ببینید، نماز خواندن درست است. نماز خواندن مادامی که طرف مشرک نباشد، عقیده صحیح داشته باشد، قبر پرستی نداشته باشد، عقیده توحیدی داشته باشد، پشت سرش نماز خواندن درست است. این که مثلا حالا حکومتی است، حکومتی نیست، یا اینا مشکل نیست. مادامی که طرف اهل سنت است، پشت سرش می شود نماز خواند. بله. استاد برای این میپرسم که در مسجد وقتی میریم در حق همین
حکومت دعا میکنه و میگه که بعضی دی حکومت هیچ وقت مقصد چی نکنین در حقی. خب اینا مجبور هستن برادر عزیز، اینا مجبور هستن که این حرفا رو بزنند، اینا مجبور میکنن که این حرفا رو بزنند، در حالی که یک عالم ربانی نباید که این کارا رو بکند. اما الان این ذلت و خاری نصیب همه شده است. این دلیل بر این نمیشد که پشت سرش نماز نخوانید. مثلا نماز خواندن جداست و اینکه این کارا رو میکند، الله متعال هدایتشان بده، الله متعال عزت و شرف نصیبشان بکنه. تشکر از شما برادر عزیز. در حق ما یک دعا میکردین حسابی در خانواده از این حساب کمتر سخت میگیرن که ما با اسلام مقصد رو آوردگی. الله متعال حفظتان کند، الله متعال صبر و استقامت نصیبتان کند. برادر عزیز، این دین برای ما مفت نیامده است. ببینید حضرت بلال در روی ریگ‌های داغ عربستان میخواباندن، یک تخت سنگ بزرگ رم روی سینه‌اش میگذاشتن، میگفتن که کافر شو. او میگفت احد احد. عمار ابن یاسر مادرش سمیه و پدرش یاسر را در جلو چشمانش تیکه تیکه کردن مشرکین. این دین برای ما با قربانی، با خون صحابه، با جان صحابه، با قربانی های صحابه رسیده، مفت نرسیده که امروز ما به خاطر هر کس بخوایم از دین خود بگذریم، از شرف ما بگذریم، از ایمان ما بگذریم، از قرآن و سنت بگذریم. تشکر برادر عزیز. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر میکنم از شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی برنامه هستم مستقیم؟ بله بفرمایید، صدا شما پخش میشه. من برادر تاجیک شما هستم، از روسیه تماس میگیرم استاد گرامی. بفرمایید. استاد گرامی واقعا آنچه که شما گفتید واقع دارد، اما من میخواهم یک چند سخن در بابت علمای تاجیک بگویم. سبب همه این کارهایی که متاسفانه امروز در ما هست استاد گرامی، سبب همه اینا در درجه اول علما و طالب علما و کسانی که خب در تاجیکستان درجه اول خود اینها هستند استاد گرامی. الحمدلله ما از علما و طالب علمانی که بعد از بین رفتن حکومت شوروی که خواندن در دولت‌های مختلف و به تاجیکستان آمدن کم نداریم. درست. میتونیم فکر زیاده از هزارها داریم، اما متاسفانه این هزارها علمایی که در خواندن در دولت‌های مختلف، خصوصا در مدینه منوره، در پاکستان، در افغانستان، در زاهدان ایران، هزارها داریم که در دولت‌های مختلف متاسفانه مانند موش امروز خاموش هستند. ما یک برنامه سالهای پیش تشکیل کرده بودیم و با این علما گفتیم که برادرها اگر نمیتوانیم با صورت حتی با آواز بیاید زیر یک برنامه جمع بشویم، یک برنامه حداقل تلگرامی تشکیل بکنیم، زیر این برنامه جمع بشویم، دست به دست هم بدیم، چون که بتوانیم ملت را از این بختی و ضرورت بکشیم. که به سر دیگر ذات صوفی است، دیگر سلفی است، به سر هم دیگر زدن امروز این بدبختی است. امروز استاد گرامی واقعا ما که در فدراسیون روسیه هستیم، در میان هزار جوان مسلمان، از اینکه دعوت نیست، از اینکه کسی از دین نمیگوید، در بین هزار جوان مسلمان همگی 100 جوان پیدا نمیکنی که 5 وقت نماز در وقت بخونه. اون جوانی که تیار نیست 5 وقت نماز در وقت بخونه، اون جوان چگونه میتونه از حجاب یک مادر خواهر مسلمان حمایت بکنه؟ هرگز نمیتونه حمایت بکنه. درست. استاد گرامی، دعوت من با کسایی که این صدا را میشنوند، با کسی علمایی که هستن این صدا را میشنوند، در درجه اول علما، طالب علمایی که شما در گوشهای مختلف پنهان هستید، من میدونم خیلی زیاد در مصر هستن، خیلی زیاد در دولت‌های اروپایی هستن، خیلی زیاد در روسیه هستن. جمع شوید، حداقل در زیر یک برنامه جمع شوید، یک رئیس، یک راهبر برای خودتان تشکیل بکنید، جوانان را دعوت بکنید. والله جوانان را از دست میدید. والله استاد گرامی، من وقتی جوانای تاجیک رو در ساختمان‌های روسیه می‌بینم، باور که انسان مسلمان، مردها یک زنها یک طرف یک مرد رو می‌بیند، چند روز به خود نمیاد که یک جوان مسلمانی که این جوان باید برای رشد دین اسلام، برای رشد ملت، برای رشد جامعه خدمت بکنه، غلام حلقه برگوش شده است. هر کاری که یک کافر نصرانی برای او بکند میگوید این کارو بکن، آن کارو میکنه. در درجه اول علمای ما، خدمتگران ما، کسانی که واقعا هستند، چی در ما کم نداریم، الحمدلله داریم، واقعا
واقعا اگر آنها جمع شوند در زیر یک برنامه، کسی به صورتش نمیتواند، حداقل به صداش بیاید در زیر یک برنامه جمع شوند، حداقل اولاد خودشون، حداقل به شناسای خودشون گروه‌های تشکیل بکنن، دعوت را شروع کنن. والله تماما ما نداریم کسی که دعوتگر باشد. حدود 2 سال می شود از دعوتگران تاجی اصلا نداریم. من کسایی رو میشناسم 19-20 سال علم خوانده است، 19-20 سال در مدینه منوره تحصیل کرده است. میگه برادر جان به یک کانال بکشو، به یک کانال تلگرامی بکشو، حداقل اولاد خود بیا برادر دعوت کن. میگه برادر من میکشن، برادر من زندانی کن. تو برای چی خواندی برادر؟ رشته تو دعوت است هستم. انا لله و انا الیه راجعون. بخشش استاد گرامی تشکر بودم مگر سخن سخت تشکر از شما. خواهش می‌کنم. تشکر از شما. الله سبحانه و تعالی میگیرم. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید یکی از امروز شاخه خراسان داعش 50% کسایی که هستن جوانای تاجیک هستن. یک برنامه است. در داخل تاجیکستان اول حنفی رو توسط سلفی زدن، بعد سلفی رو توسط صوفی زدن، بعد الان صوفی ها هم دارن میبرن. جدیداً من خبر شدم که همین صوفی های مولود خان و امینایی که می بودن امینا هم دارن میبرن. یکی رو توسط دیگری زدن، از بین بردن. دعوتگرایی که در داخل بودن یا زندان شدن یا ساکت شدن. اونایی که در بیرون هستن توسط خانواده و خیش و قوم خودشان تهدید میشن که اگر حرف بزنید، کار بکنید، شما رو میبریم، میکشیم، اذیت میکنیم. همه ساکتن. علمای ربانی ساکتن، دعوتگران ساکتن. مجال برای کی باز شده؟ برای جوانکای مثل ابو محمد مدنی و کسایی که دعوت به داعش میکنن. جوان بیچاره تاجیکی که علم دین ندارد، سواد دینی ندارد، در روسیه به خاطر کار رفته است. همین سازمان‌های استخباراتی، این شبکه‌های استخباراتی است. فقط به خاطر چی؟ به خاطر از بین بردن جوانان دیندار و با غیرت تاجیک. بعد این جوانا رو میبرن به داعش. یکیش در تهران خود منفجر میکنه، یکیش در افغانستان خود منفجر میکنه، یکیش در استانبول خود منفجر میکنه، یکیش نمیدونم در مسکو خود منفجر میکنه. علما و دعوتگران حقیقی و عالمان دین رو جلویشان رو گرفتن. بعضیاشان از ترس ساکت شدن و مجال باز است برای کی؟ برای 4 تا تروریست تکفیری خارجی که مردم رو به طرف عقیده خودشان دعوت میکنن و جوانان رو میبرن گمراه میکنن. و ببینید که امروز سوخت داعش در هر جایی که بخواد عملیاتی انجام بده، جوان بیچاره تاجیکو پیش میکنه. چرا؟ چون ارزان است، چون که جاهل است، چون که از دین خبر نداره، چون که عالما دعوتگران نفهماندن دین رو برایش. و این یک برنامه حکومتی است. اصلا تولید کننده داعش خود حکومت رحمانوف است. به خاطر این سیاست ها، به خاطر این ظلم و ستم ها، به خاطر این قوانین که همه اینا برنامه ریزی شده است که به این شکل مملکت رو از جوانان دیندار و با غیرت خالی بکنن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز. سلامت باشید، بفرمایید. موضوع شما رو پیگیری میکنیم. بسیار خوشحال هستم که کمان باشد شما هم داریم موضوع تاجیکستان حرف میزنه. سلامت باشید. بسیار متاسفم که از ما تاجیکان سخن نمیکنیم. شما برای نفرها هستن که شما صدای ما هستید استاد. ما بسیار متشکریم. سلامت باشید. در این موضوع حساسی ما مردم تاجیکستان بی‌طرف نیستیم. استاد من نوشتم که برامون واتساپ بله. ایون قضودین و انحایی میخواستم همه را یک بار دیگه برای ما میفهموندین. درست. چشم. تشکر شما برادر عزیز. تشکر شما. سلامت باشید. الله متعال هستم. زنده و سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. ببینید برادر محترم ما یک چیز بسیار مهم رو اشاره کردن. امروز آنی کسی عالمی که فهمیده که در داخل تاجیکستان است بگی که کار کن، میگه اگر من گپ بزنم حکومت منو میبرد. همین نفر اگر که خارج شد در ترکیه آمد بگی کار کن، والا اینجا ترکیه است، مرا انترپول میگیرن تحویل میدن. میره در اروپا پاسپورت آلمان، سوئیس، هلند
کشورهای خارجی میگیره. برادر عزیز الان پاسپورت داری، تو را نه انترپول میگیره نه به حکومت تاجیکستان تحویل میده، الان چرا کار نمیکنی؟ والا مادر و پدرم در تاجیکستان است. مادر و پدرش از تاجیکستان میبرن میارن در اروپا پیشش. والا مادر بزرگ و پدر بزرگم در مادر کلان و بیبی کلان هم در تاجیکستان است. اونا اگر که مرده باشن والا عمو و دایی و تقای و عمکیم در تاجیکستان است. برادر عزیز اگر صحابه همین رو فکر میکردن که والا عمکیم است و تقایم است و خالم است و عمم است در مکه، ما چطور بیایم در مدینه در غزوه بدر شرکت کنیم، در احد شرکت بکنیم، در خندق شرکت بکنیم؟ اسلام که به من و تو نمیرسید. آیا خبر داری که رقیه رضی الله تعالی عنها دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کرد؟ میدانی که رقیه در مکه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر تقریبا 70-80 نفر از سران شرک و کفر در اونجا از دم تیغ گذراندن، کشتن؟ پیامبر نگفت که دخترم در مکه است، من چطور برم اینجا در مقابل مشرکین جهاد بکنم؟ بعد از غزوه بدر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامی فرستادن به دامادشان عاص بن ربیع که دخترم را بفرست. وقتی که دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست از مکه هجرت بکنه، مشرکین سر رایشو گرفتن و با نیزه به شتر زدن و دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم از سر شتر پایین افتید و بر اثر همین از سر شتر پایین افتادن دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید شد. پیامبر ما اهلش رو، عیالش رو، دخترش رو، جانش رو، خونش رو در راه این دین فدا کرده و من بی غیرت بشینم بگم که الکه حکومت یک چیز گفته است دیگه، با جناب عالی یک چیز گفتن دیگه نمیشه دیگه گپ زد. در مقابل قول الله و رسول قول هیچ بشری اعتبار ندارد، هر کسی که میخواهد باشد، حتی پدر و مادر. الله سبحانه و تعالی وقتی میگه و قضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، الله متعال میگه که مرا بپرستید به یگانگی و پدر و مادر احسان بکنید. بعد از اون میگه که و این جاهداک ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر پدر و مادرت هم به تو امر میکنن که شرک بورزی، تو از اونها اطاعت نکنی. اطاعت از هیچ کس، پدر، مادر، حاکم، ملا، هیچ کسی که مخالف قول الله و رسول باشه اطاعت از او واجب نیست. غیرت دینی را از صحابه یاد بگیریم. وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتن، هر طرف بغاوت ها شروع شد، عده‌ای مرتد شدن، عده‌ای زکات نمیدادن. حضرت ابوبکر خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم سپاه را آماده کرد که به جنگ مانعین زکات بره. حضرت عمر آمد چی گفت؟ یا خلیفه رسول الله، ببین 4 طرف ما دشمنا هستن، الان اگر تو لشکر آماده کنی از مدینه خارج شوی، شاید مردم بغاوت بکنن، شاید مشرکین بیاین، شاید قبایل اطراف مرتد شون بیاین، 4 طرف ما یهود است، دشمنا هست. حضرت ابوبکر چی گفت؟ الکه خی بشینیم در خانه بشینیم جنگ نکنیم؟ نه خیر. گفتن آیا ابوبکر زنده باشد و یک عمل دینی، یک دستور الله و رسول انجام نشود و نقصی در دین صورت بگیرد؟ انسان مسلمان، آیا مرگ برای جوان تاجیک بهتر از این نیست که ستر خواهرش، مادرش، همسرش برداشته شود توسط یک انسانهای کثیف، یک انسانهای فاسق، یک انسانهای فاجر، یک انسانهایی که 2 سامانی ارزش ندارن و دسترازی بکند ستر خواهر تو را بردارد و تو ساکت بشینی؟ بمیری، خاک شوی، سنگ شوی بهتر نیست برای تو؟ بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
زنده باشید. سلام. تاجیک میسیم خب بازم تاجیکستان طرفدارش هستیم. همه یک ملت هستیم برادر عزیز، همه یک ملت هستیم، همه مسلمان هستیم، یک امت هستیم همه. الحمدلله. درد ملت تاجیکستان درد همه ماست برادر عزیز. بله الحمدلله. بازم از این زحماتتان، از زحمت کشیتان، از این تبلیغتان، از این دعوتتان، از این واقعا که بسیار یک منهج بسیار درست و حقیقت است با مردم نشان داده. مردم ملت پاکستان که تاجیکستان که باید بیدار شوند، باید بیدار شوند. ولی مشکل اساسی اینجاست که امروز اصل حقیقت اینجاست که استاد عزیز یک تعداد مجوسیای ایران امروز سخت در پشت از این مسائل میگردن و چنانچه که در ایران ما شما تماشا کردید یک سال دو سال گذشته حجاب اجباری و سوخاندن حجاب و علمی بیادبی و گستاخی در مقابل شاعر اسلام بالاخره خود رحمانوف هم سری تقلید کرد و یاد گرفت و این مجوسیت بسیار به شکل آزاد به طرف آتش پرستی مردم دعوت میکنن و این یک مشکل بسیار کلان است و همچنان که رئیسی که رفتان مردار شد یک 5 ماه قبل رفته بود به تاجیکستان گفت ما دیگه مرز و بندر نداریم باید پاسپورت اینجا قابل چلایش نیست هر کس هر تاجیک هر ملت فارس هستیم کل ما اینه با این اندازه ایران هم کار میکنه و یک تعداد ملحدین افغانستان هم از اینجا دستایشان دخیل است و اینمی چیزا هست که ما شما استاد عزیز در 20 سال اشغال افغانستان دیدیم که در 20 سال تقریبا بسیار نزدیک بود که مردم افغانستان هم یعنی دخترای ما خدای ناخواسته خواسته شوند. و همین گپ شماست حقیقت است اگر جلو از این گرفته نشوه هر روز هر ما این یک قانون ضد اسلامی در اینجا چیز میکنه میکشه و سر مردم تطبیق میکنه. مردم باید با غیرت شوه بیدار شوه از دین خود از شاعر خود دفاع کنه در مقابل این طاغوتا در مقابل کافرها تا چه وقت بالاخره زندگانی دنیا رفتنی است در آخرت در فردای قیامت چه جواب بدیم به خاطر از اینکه باش این رئیس جمهور امر کرد و ما رئیس جمهور رو برادر رئیس جمهور با گمراه رفته با بیراه رفته این ملای دربانی رو فروخته شده و این پول و پیسه که برشان خاک در سرتان شود شما فردای قیامت چه جواب بدید در جهنم رفته میبرید شما مستقیم در جهنم به خاطر اعمال بدی که امروز شما بر پشتیبانی از طاغوت و از کافر میکنید. حکومت اسلامی است 99% مسلمان تاجیکستان باید قانون شریعت نافذ شود باید اسلام بجا جابجا شد. همین خاطر است اینمی فشار و اینمی شکنجه و اینمی چیزایی که رئیس جمهور سر جوان آورده و این اقتدارش میرن سرمانه و گروهی و اصطلاح تندرا و با اصطلاح اینمی گروهایی که خود میتفانند و انتحاری میکنن به این چیزا میرن خود شامل میکنن. ساز عزیز باید اینمی چیزی که قرآن و سنت گفته باید بپذیریم اینمی جوانای بشار بیدار شوند در مقابل از یا قتل علم کنند مبارزه کنند مبارزه جنگ مسلحانه نکنند مبارزه بخیر در شهرها در بازار در بیاتها در قصبات باید بگویم ما این شاعر اسلامی این دین ماست این مقدس ماست این خط سرخ ماست باید از این دفاع کنند نگذارند که رحمانوف سر از یا هر قانون طاغوت تطبیق کنه. درست. حاضران شما گفتید تو ساز عزیز که تمام برهنه و رقص و آزاد شو و همه چیز بزید که رادیو ناصری دعوت کرد آدین سر خبرش فرش کرد و اوجا گفت که من رئیس جمهور تاجیکستان با این اندازه فحشا و بدبختی و دست کمونیستان افغانستان هم دیگه دخیل است و مجوسی های زبان پرستان و نجات پرستان ایران هم است. الله متعال با شما به هدایت نیکی و ما سلامت. با شما با جمله مؤمنین اسلام هدایت سلامت باشید برادر عزیز. تشکر شما. سلامت باشید. سلامت باشید. شما رو زمان داشته باشه ظالم سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر شما. تشکر میکنم از همه عزیزان. یک تماس دیگری هم میگیریم و بعد از اون انشاءالله برنامه رو به پایان میرسونیم. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. سلام استاد انصاری عزیز مانده نباشید. سلامت باشید. تشکر شما. استاد ما تقریبا یک 10-12 سال میشه که برنامه شما رو میبینم از تفلی دیگه میبینم برنامه شما رو. سلامت باشید. خیر بده شما رو مردم روشن میکنن دیگه. فقط یک خواهش داشتم یک برنامه در مورد همین جنایاتی روافض در بامیان بگیرن سر تاجیکا که ظلم کرده بودن.
درست. در این مورد یعنی یک سری مدارک در دست داریم. ان شاء الله یک فرصت مناسب در این مورد یک برنامه خواهیم گذاشت برادر عزیز. درست است. تشکر. خیلی اطلاع کافی داریم در این مورد، در این که اهل سنت اکثریت هستند در بامیان و مورد ظلم و ستم قرار گرفتن در طی سالها، خاصتا در زمان جمهوریت. ان شاء الله یک برنامه خواهیم داشت به یاری الله تعالی. تشکر. خیلی زنده باشید برادر عزیز. تشکر شما. تشکر میکنم از تک تک بینندگان عزیز و گرامی که با ما همراه بودن. یک بار دیگر تاکید میکنیم که هدف ما از این برنامه ها هیچ وقت جنگ و آشوب و کشتن و بستن و اینا نیست. ببینید این حق من است. امروز اگر کسی در مقابل من بایستد در هر کشوری در هر جایی بگوید که تو چرا ریش داری، میگم به تو چه؟ تو چه کاره هستی؟ اگر در کشوری باشد که قانون باشد به اولین مرجع قانونی مراجعت میکنم و از اون طرف شکایت میکنم که این طرف به اصطلاح به شخصیت من توهین کرد، به حریم شخصی من تجاوز کرد و به من این افروزد. اگر دست رازی بکند دستش را میشکنم. انسان ببینید ذلت، خواری، انسان بی غیرت هر روز میمیرد. انسان بی غیرت هر روز میمیرد. یک روز مادرش رو میبیند که حجابش از سرش برداشته میمیرد. یک روز میبیند که خواهرش رو حجابش رو سطرش رو برداشته میمیرد. یک روز به خاطر همسرش میمیرد. اما انسان با غیرت یک بار میمیرد و شرافتمندانه میمیرد. هدف ما این است که یعنی برمیگردد به ملت تاجیکستان. اگر دوستان و عزیزان تاجیک موافق هستند بیایید دست به دست هم بدهیم. روز جمعه آینده را روز حجاب در تاجیکستان نامگذاری میکنیم. در سوشال میدیا، در صفحات اجتماعی، در رادیو تلویزیون ها، در هر جایی که دسترسی دارید برنامه بگذارید، مردم رو دعوت بکنید و کسانی که در داخل تاجیکستان هستند با همان ستر و حجابی که دوست دارید مطابق شریعت، با همان ستر و حجاب، با همان رنگی که دوست دارید. در دین اسلام رنگ تعیین نشده که حتما باید سیاه باشد یا سفید باشد. المهم شروط حجاب که وسیع باشد، شفاف نباشد، چسبنده به بدن نباشد، برآمدگی های بدن بانوان آشکار نباشد، شروط حجاب اسلامی را داشته باشد، بپوشید، برایید در خیابان ها نشان بدهید که بله نیروی ملت، نیروی مردم از نیروی دولت و از نیروی هر طاغوتی قوی تر است. دولت از نیروی ملت شد پدید. وای بر آن دولت که ملت را ندید. همانطوری که در این کلیپ ها نشان دادم مردم مبارزه کردن، مردم ایستادگی کردن. میفهمید در همه ترکیه مردم زنجیرهای انسانی درست کردن. زنجیرهای انسانی چی است؟ مثلا شروع کردن از شمال شهر تا جنوب شهر در پیاده رو زنهای با حجاب دست به دست هم وایستادن، هیچ کار دیگه نکردن. صحنه هایی رو دیدید که مردها می آمدن گل می دادن به خانم ها. یعنی چی؟ یعنی این اعلان همبستگی بود. آهسته 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 زنهای بی حجاب هم به این راهپیمایی ها پیوستن. زنهای بی حجابی که آزاده بودن، وجدان داشتن، شرافت داشتن. اگر حجاب نداشتن، اگر ایمان نداشتن، شرافت داشتن، وجدان داشتن، انسانیت داشتن، آزاده بودن. اونا هم پیوستند. مردها هم پیوستند. دیدید در صحنه‌ای که مردها هم به تظاهرات پیوستند. همه حکومت دید که دیگه چاره‌ای نداره، نمیتونه جلو همه. یکی رو بردن زندان، 2 تا رو، 10 تا رو، 100 تا رو، 1000. یک مرتبه دیدن که در همه ترکیه 20 میلیون نفر به خیابان ریخته. برای 20 میلیون نفر دستگیر کردن 20 میلیون نفر 20 میلیون پلیس نیاز بود. راه ها بسته شد، اقتصاد تعطیل شد. آخر حکومت کوتاه آمد، آخر حکومت تسلیم شد. با همه زور و جبروت و طغیانی که داشتن تسلیم شدن در مقابل مردم.
زور من، زور تو، زور او، صدای من، صدای تو، صدای او، عاقبت طوفان می شود و ریشه این ظالمین و ستمگران و جنایتکاران را می کند. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت.